إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. داستان ابراهیم خلیل الله ذکر شروع شده بود. در حقیقت رد بالای یهود و نصارا بود. طایفه های مشرکین و یهود و نصارا هر کدام دعوا داشتند که ما به ملت ابراهیم خلیل الله هستیم. الله تبارک و تعالی این ادعایشان رد میکنه و میفرماید که شخصیت ابراهیم خلیل الله و عملکردشان و همچنان مقاماتی را که ابراهیم خلیل الله آباد کرده شما خو او را قبول نداره، بلکه انتقاد و اعتراض داره. پس این ادعایتان بیجاست، به خاطری که اگر شما ابراهیم خلیل الله به ملتش باشه، ابراهیم خلیل الله شخصیتی بود که اول مبارزه با شرک کرده بود و در تمام امتحانات الله تبارک و تعالی کامیاب شده بود. او الگو و نمونه برای پیروی دیگه مردم شده. از او خاطر الله تبارک و تعالی دین واقعی را در اولادی ابراهیم خلیل الله قرار داده و حتما یک طایفه پیدا میشه که یقینا به نقش و قدم ابراهیم خلیل الله روان است. لیکن شما دینی را اختیار کرده که مملو از شرک است، به خاطری که یهود و عزیر علیه السلام نعوذ بالله با الله شریک میدانستند، نصارا عیسی علیه السلام و مشرکین مکه ملائکه را به امر الله شریک میدانستند. این ادیان شما یا نظریات و مفکوره های شما منافات با دین ابراهیم دارد. ابراهیم علیه السلام خود شخصیتی بود که از همه چیز اعراض کرده بود بجز از الله تبارک و تعالی و اولین مرتبه شروع یا مبارزی شرک همو شخصیت کرده. از پدر شروع کرده به قوم، بعد از او منتهی به دولت شده و همیشه مبارزی شرک کرده، بتا را میده کرده، متحمل بسیار زیاد امور شده. لیکن شما او راه ها را تعقیب نمیکنه. در اینجا یک درس عظیم به ما است که انسان یقینا راه آبا و اجداد آدم میلا نکنه. وقتی که به مردم عالی ما و شما دعوت میدیم، ما میگه که برای پدرای خود ما اعلان نمیکنیم. لیکن گپ است که کدام پدر؟ امو پدری که الله تبارک و تعالی مدح از او را کرده و میگه که این الگو و نمونه برای اقتداست، یا او پدری که کلمه طیبه خودم نمیفهمه. این بسیار درس عظیم است به این امت. سعی کنه شخصیت ابراهیم خلیل الله را الله تبارک و تعالی درجه کمال علمی و عملیش بر ما بیان میکنه و الله تبارک و تعالی در انعام و سله که از امتحانات ابراهیم خلیل الله به وجود آمده، ابراهیم خلیل الله را امام مقرر میکنه. امام کسی است که در پیش روی مردم قرار داره، مردم او را دیده به نقش و قدمش عمل میکنه. از او خاطر از او تعبیر به الگو و نمونه میکنیم. الله تعالی ابراهیم خلیل الله را اینطور شخصیت نصیب کرده بود که هم در دنیا و هم در آخرت کمالات داشته. الله مدحش میکنه. یعنی شخصی نیست که کسی اگر پیروی از این بکنه دلیل و سند نداشته باشد، بلکه تمام عملکرد ابراهیم خلیل الله که پسندیده به نزد الله است، الله خود بیان میکنه. پس اینمی قسم شخصیت آدم باید الگوی عمل خود قرار بده، الگوی زندگی خود قرار بده، بعد از ادعا بکنه که ما در ملت ابراهیم خلیل الله هستم. امروز هم امت اسلامی هم ادعا را داره که ما به ملت ابراهیم خلیل الله هستیم، لیکن نعوذ بالله ابتدا تولد ما که به شرک شروع میشه تا که در قبر مانده میشیم هم نعوذ بالله عقیده شرکی داریم. هیچ وقتی ادعای ما درست نیست. همین قسم که الله تبارک و تعالی رد بالای طایفه های دیگه میکنه، بالای این امت اسلامی که ادعای ملت ابراهیم خلیل الله را داره، ولکن عمل کرد ابراهیم خلیل الله در زندگیشان نمایان نمیشه. این مردمان ادعایشان نادرست است. چرا الله یهود و نصارا را رد میکنه؟ به خاطری که اعمالشان خلاف اعمال ابراهیم خلیل الله است. عمل کردشان، روششان خلاف روش و عمل کرد ابراهیم خلیل الله است. و دوم سوال حل بشه که مردم میگن ما راه آبا و اجداد خود اعلان نمیکنیم. اگرچه استدلال مشرکین مکه بود، زمانی که برشان گفته میشد به میای بخیر در پاره دوم برای ما شما که به طرف او حکمی که الله نازل کرده، و گفتن نه،
امو راه و روشی که از پدرها با ما باقی مانده، امو برای ما کافی است. الله میگه به این راه و روش هیچ سند و دلیلی نداره. نه پدرایشان مردمای خیلی هوشمند و عاقل و دانشمند بودن که یک راهی را انتخاب کرده باشه که سبب سعادت و نیکبختی اولادشان شود. امروز مردم ما همینطور دلایل پیش میکنن، میگه ما راه پدرها را اعلان نمیکنیم. کدام پدر؟ در جمله پدرها خو بزرگترین پدر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است، پدر حقیقی و واقعی. و بعد از او بزرگترین پدر ابراهیم خلیل الله است که الله تبارک و تعالی مدحش کرده و امام مقرر کرده. هر پیغمبری آینده ای که میآید به نقش و قدم ابراهیم خلیل الله قدم باید بگذاره. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم این پیغمبر عالی قدر هم در نقش و قدم ابراهیم خلیل الله قدم میگذاره، بلکه نتیجه دعای ابراهیم خلیل الله است. چرا که پیغمبر علیه السلام میگه که انا دعوت ابی ابراهیم، ما نتیجه دعای پدرم هستم ابراهیم خلیل الله. پس وقتی الله ابراهیم خلیل الله را الگو و نمونه برای اقتدا کردن مقرر کرده، چطور شده میتونه که تو پدر نزدیکی تا میگی من نمونه او را مقرر میکنم؟ خواستی تو خیلی مهم است یا فرمان و امر الله تبارک و تعالی؟ از اون خاطر وقتی مردم میگه که ما پیروی پدرها را میکنیم، بگو بیا که پیروی تور پدر را بکنیم که ضمانت شدگی است. الله او را تضمین کرده، الله او را بیان کرده، درجات علمی و عملیش برای ما واضح ساخته و یقینا قابلیت از این را داره که از او پیروی کرده شد. و کدام شخصیت است؟ ابراهیم خلیل الله. چرا که در انعام و سله امتحاناتی که سر ابراهیم خلیل الله قرار گرفته این امام مقرر کرده. چرا امام کی؟ کدام شخصیت امام شده میتونه؟ ابراهیم خلیل الله در یک گوشه زندگیش نافرمانی الله تبارک و تعالی را نکرده، متحمل و برداشت آن مصیبت هایی را کرده که از هر نگاه سرش آمده بود. ترک وطن، اعلا کردن زن و فرزند در یک منطقه و بیابان به خاطر دعوت دین الله، آباد کردن مراکز توحید و همچنان مقابله و روی با پدر و اقارب، با قوم و با دولت و همچنان با یک تن مقابله با کل امت، در مقابل کل امت قیام کردن. شخصی بود که یقینا عقل خدا در کار انداخت و نکرد که نعوذ بالله ستاره ها را پرستش کنه. مناظره های قوی را با رئیس دولت یا پاچای مملکت آغاز کرد و کرد. امروز همونطور شخصیت کسی پیدا میشه که همه این دردا و تکالیف به خاطر احیای دین الله بکشه. از همون خاطر است که ابراهیم شخصیت عظیم و یقینا که امام است. ابراهیم خلیل الله یکی از جمله نمونه هایش که برای ما واضح میسازه و باید از او پیروی شود. پدرای ما امروز در نعمت یا سرفرازی که برش حاصل میشه اولاد خود شریک از او نمیسازه، دلسوزی نداره، خصوصا کل اولاد خود. کدام تا از پدرها پیدا شود که از اولاد خود دفاع بکنه او را یکتاره. اما ابراهیم خلیل الله عمومی اولاد خود زمانی که اعلان انعام از جانب الله میشه نمیگه تنها ما باشم، میگه نه، در این نعمت باید همگی شریک باشه. از این که در دلسوزترین پدر دیگه پیدا نمیشه که در حق کل اولاد خودی تقاضا را از الله داره که الله کل اولاده و ذریه امام مقرر کنه. اما الله تبارک و تعالی به ابراهیم خلیل الله تلقین میکنه و آگاه میسازه که در امتی تو در ذریه توی تر مردم پیدا میشه که وا ظالم است. ظالم کسی را میگه که هر چیز در جای مناسبش نمیگذاره. این دیگه کوچکترین امر و بزرگترین امر در این مفهوم ظالم داخل میشه. بزرگترین امر شرک است که عبادت حق الله است، نعوذ بالله، یا میگیره به مخلوق الله عبادت میکنه و مخلوق شریک الله میدانه. و کوچکترین ظلم نعوذ بالله با یک برادر مسلمان اگر قاشتر سخن میگی، اینمی کوچکترین ظلم است که تو با امرای برادر مسلمان میکنی. از او خاطر این طایفه مردمی که ظالم است، این پیمان الله تبارک و تعالی برای از او متعلق نمیشه. چرا؟ ظلم در مقابل عدل میاد. معلوم شد که در هر امامت عدالت ضروری است. اگر او امامت چی باشه؟ خلافت باشه، اگر او امامت نماز باشه، اگر او امامت نبوت باشه، در هر جایی که تو امام میشی، پیشوا و مقتدا قرار میگیری، عدالت قطعش ضروری است. این باید مکمل در راه و روش الله تبارک و تعالی قدم بگذاره. رعایت و مصلحت خودگداری و اقارب پرستی و این گپا درش نباشه. حتی معامله خدا
در مقابل قانون الله تبارک و تعالی زیر پا بکنه، قانون الله را بالا بکنه. ابراهیم خلیل الله همین کارا را کرد. معامله خدا، معامله اولاد خدا، معامله زن خدا، معامله وطن خدا، معامله قوم خدا، معامله پدر خدا، کلش از زیر پا به خاطر دین الله تبارک و تعالی کرده. اینی نام بندگی است که انسان مکمل تسلیم شود، لحاظ و ملاذ کسی دیگر در مقابل حکم الله تبارک و تعالی رعایت نکنه، حکم الله را بالا قرار بده، مقام منزلت برش قائل شود، عملی کنه، همه لحاظهای دیگر را زیر پا کنه. اینی نام بندگی است و مسلم حقیقی، مسلمان حقیقی همینطور شخصیت گفته میشه. اگر ما عالی میخواهیم که ما مسلمانی واقعی شویم، باید اینمی نقش قدم ابراهیم خلیل الله را در زندگی خود پیاده بسازیم و پیروی ازی بکنیم. اون وقت باز ادعای اسلامیت ما، ادعای مسلمانی ما درست است. عالی کدام برنامه ها داشت ابراهیم خلیل الله؟ الله تبارک و تعالی برنامه های ازیر بر ما معرفی میکنه. چی برنامه داشت؟ اول خودتنا الله اجمالا بر ما بیان کرد که شخصیتی بود که در چند کلمه امتحان، در مورد امتحان قرار گرفته شد و این مکمل در پای آخر رسان شد، تکمیل کرد. عالی بر ما میگه الله تبارک و تعالی یکی از امتحانات یا برنامه های بزرگ ابراهیم خلیل الله، و اینطور غافل نبود، او تن پرور نبود، عیش پرست نبود، نعوذ بالله، یک لحظه آرام نمی نشست. او در تلاش ازی بود که مرکز توحید قایم شود، در یک مرکز باید باشه. یکی از انتقاداتی که بالای علمای حق پرست داریم و خود هم با عقیدتمند مردم معرفی میکنه میره داریم که او علما اگر ما اظهار رأی نکنیم، یک مرکز نسازیم، کی میتونیم مردم خود به عقیده صحیح دعوت داده بتوانیم؟ من در نفس خود خیلی خوب عقیده صحیح دارم، اما کسی دیگری از عقیده ما آگاه شده نمیتونه. عقیده مرموز سبب ازی میشه که مردم دیگه تاریک باقی بمانه. نه، تو اعلان بکو که مردم دیگه عملی تو را ببینه، گفتاری تو را ببینه، بعد از او تو مورد اقتدا قرار بگیری. ابراهیم خلیل الله که مورد اقتدا قرار میگیره به خاطر که برنامه علنی داره، در پیش روی مردم پنهان نکرده، بنگی بر اعلا به قوم اعلان میکنه، به پاچا اعلان میکنه من اینمی عقیده دارم و تابعدار شما نیستم. علمای ما باید همینطور بکنن. اگر مرکز توحید آشکارا و معلومدار نباشه، چطور شده میتونه مردم آگاه شود؟ کدام برنامه است؟ اگر در کابل ترجمه قرآن کریم نشوه، مردم در یک مسجد نبینه که اینمی مردم چطور عمل کرد داره و نه سلفیت میشناسه، نه میفهمه که والا عقیده حق کدام است، نه مسئله توحید میشناسه. چرا که گنگ گفته رایستی، گنگ با گنگ مردم متوجه نمیشه، نمیفهمه حقایق، توحید شناخته نمیتونه. از امو خاطر است اگر ما ادعا به ملیت ابراهیم داریم، دیگه امو نقش قدم ابراهیم خلیل الله را تعقیب بکنیم. ابراهیم خلیل الله چی میکنه؟ برنامه اولش و یجعلنا البیت مثابه للناس و امنا، قابل یادآوری است در آن وقتی که ما گردانیدیم بیت الله شریفه مثابتا، جای بار بار بازگشت مردم یک دفعه که بره بعد از اون دلش باغ میشه که دوم بار بیایم، سوم بار بیایم، چهارم بار بیایم. میبینیم ما از ممالک که خیلی دوردست با وصفی که خیلی پول مصرف میشه، اما هر کس تمنا و آرزوی ازیره داره که یک بار دیگه هم برم. یقینا برای کسی که الله نصیب بکنه در اون مقام یک دفعه بروی، باز اونجا شما حقانیت اسلام براتون واضح میشه که اسلام کدام دین است، کدام نظام است. مقام و منزلت بیت الله براتون واضح میشه. اونجا برای شما واضح میشه که عبادت چی مفهومی داره و چه قسم باید عبادت شود. الله تبارک و تعالی اون مرکز، همین قسم مرکز امن قرار داده. بار بار رجوع کردن، یک معنای مثابتا این نیست که بار بار محل رجوع است. هر کس رفته بازی طور نگفته که من دوباره نمیرم، بلکه تلاش میکنه که من دوباره برم. حتما مردما 50 مرتبه 60 مرتبه در عمر خود 80 مرتبه مطابق امو قدر سالی که عمر داره حتما پس در اونجا میره و مراسم حج شریک میشه. غیر از مراسم حج اکثری مردم نظر به حدیث پیغمبر علیه السلام که در رمضان مبارک یک عمره کردن برابر حج ثواب داره و خصوصا در رمضان مبارک ختم قرآن که اونجا میشه. شما از طریق تلویزیون ها میبینه امو ختمی که اونجا میشه، امو نمازی که اونجا میشه. شما یک دفعه بعد امیر در نظر بگیره. با تاسف مردم ما همه ای گپا را میبینه ولی کلی گپا را ادنا تعامل دایش نمیکنه، حتی یک عبرت نمیگیره که عبادت چی را میگه. ولی 20 رکعت دوام میخوانه. خب 20 رکعت در مسجد تو خوانده میشه. تو را به الله قسم واره وهابی میگی نماز پشتش روا نمیداری،
لیکن اینجا تو 20 رکعت نماز میخونی. تو را به الله قسم با رکوع نماز چی معامله کردی؟ با قومی نماز چی معامله کردی؟ با جلسه نماز، با قاعده نماز، با سجده نماز، با قیام نماز تو کدام معامله را کردی مسلمان؟ همین معامله را پیغمبر کرده بود. یک سند د صحابه د پیغمبر د تابعین د تبع تابعین پیش کرده میتونی؟ به الله قسم اگر این تراویح که حالی خوانده میشه در یک قرن از اسلاف ما ایره خوانده باشه. این در حقیقت توهین نماز است، تحقیر نماز است، تحقیر عبادت است. مردم و ولس بیچاره را از ثواب بزرگ محروم کردن است. این علمای طور نیست. به الله قسم در روز قیامت جواب میده که آیا دین چطور بود، پیغمبر چطور امر کرده بود؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی. همون رقم که من نماز خواندم. نمازهای یک دفعه شما احادیث پیغمبر خصوصا در رمضان در مورد صحابه مطالعه بکنید که صحابه چه قسم نمازها در رمضان میخوان، چقدر وقت دمی نماز تیر میکرد. آلی فقط نزاع سری عزیز که 8 رکعت میخوانه، 20 رکعت. یک مولوی نیسته، او اصلا هیچ مولا نیسته، هیچ عالم نیسته، با مردم این تبلیغ میکنه که مردم گروه پیدا شده 15 روز روزه میگیره، تراویح 8 رکعت میخوانه و چیستا افطار در دیگر میکنه. ببینید یا خود علما میگه چه یک تهمت و بهتان قوی سری مردم ورسه. تو را به الله قسم عبادت تو و با مو مردم دیگه مقایسه بکن که چه قسم عبادت است، تو چه رقم عبادت میکنی و چه رقم. مردم عوام بیچاره خو این مسائل نمیفهمه. 20 رکعت یک عوام که بگی که پیشین 10 رکعت است، خو فلانی 10 رکعتشه 2 رکعتشه کم کرده 8 رکعتشه میخونه دیگهش نمیخونه. عوام چی میگه به یادم؟ کسی که نماز نخونه منکر باشه از نماز چیست؟ کافر است. عوامی فکر میکنه که اوهو این 20 رکعت تراویح از الله اینمی طور سر ما فرض شده و اگر کسی این را کم میکنه در حقیقت دین کم میکنه. اینالی امی عالمی بدبخت به می مردم نمیگن که تراویح حیثیتش چیست، کدام نماز است. شما باور به الله بکنه، از مولایتان سوال بکنه بگو قیام اللیل تراویح تهجد چی مفهوم داره و کدام نماز است. اگر تفکیک تا نیست میگم بیشک بیچاره تا این اندازه حالت ما خراب است. این عوامی ما چی را بدانه، عوامی ما چطور مقصد دینی خود درک بکنه. این را برش تعریف نکرده که تراویح چی را میگه. مطلقی نمازی نفل که از طرف شب خوانده میشه این نماز است. قیام اللیل برش میگه به خاطر که از طرف شب تو استاده بشی نماز میخوانی. تهجد به خاطر میگه که خوابی تا گذاشتی ترک خواب کرده. وجود خواب میگه تهجد یعنی خود از خواب خودداری کردن، خواب گذاشتی نماز میخوانی. تراویح چرا میگی؟ در رمضان نسبت به شبهای دیگه سال صحابه کرام زیاد وقتی خود در قیام تیر میکرد، در نماز تیر میکرد، از او خاطر خسته میشدن. 4 رکعت که تکمیل میشد 2 رکعت میخواندن، باز خواب خود راحت میدادن، میرفتن آب میخوردن، خواب خود میگشتن، گپ میزدن، همه چیزی خود خلاص میکرد. تراویحی را میگن. این تراویحی که در افغانستان میشه سبحان ذی الملک و الملکوت، یک نفر میخونه دیگه در صف نشسته شور خورده نمیتونه 2 دقیقه 1 دقیقه و مردم هزاران درود هزاران سلام زما باد بر محمد و آل اصحابش تمام. این درود است؟ این کدام درود است؟ پیغمبر امیر گفت از ما باد بر پیغمبر عربی بود یا عجمی بود؟ کدامش بود؟ درودای پیغمبر علیه السلام صحابه سوال کرده از پیغمبر یا رسول الله ما سلام بالای تو یاد گرفتیم، درود بالای تو چطور بگیم؟ پیغمبر همین درودی که در نماز میخوانیم اللهم صل علی محمد تعلیم داده، چرا این درود خوانده نمیشه؟ ببینید حقیقت دین قطعا وجود نداره. شما یک دفعه در حدیث داخل شوه باز بعد از او این نمازها و این حرکات مردم در این ترازوی حدیث پرته که براتون وضاحت شود که یقینا دین مسخ کردن یا نه، از دین چیزی دیگری را ساختن یا نه. یقین به الله بکنه اگر خود قدم بگذاری باز در مسجد قطعا. چرا میفهمی که این کدام دین است، در کجاست؟ سبحان ذی الملک و الملکوت کی اختراع کرده؟ فقط فتاوای شامی ذکر کرده کلماتی است. در کدام حدیث آمده که در تراویح خوانده شود؟ یک سند در حدیث برای ما بکش. بازور هم یک نفر بخونه کلگی چوب باشد، بغیر از خواندن قرآن کریم به شنیدن دیگه چیز ثواب نیست. باز خب بجای سبحان ذی الملک آیات بخون که همون دیگه مردم که بشنوه و هم در ثواب داخل شود. این خود تنها کسی که میگه، همین کسی که میگه نمیفهمم مفهومشه. یا مجیر یا مجیر یا مجیر گفته رئیسته. این دعا کدام دعا است؟ چه قسم میخوانی؟ یعنی دینی ماست. برو اونجا حرمم بیبی اینجا رم بیبی. و میلیون ها مردم در اونجا خصوصا در رمضان مبارک اینطور علمایی که
پول داره. این تو رمضان نیست که در حرم نباشه، این تو رمضان از هر مملکت. همونجا که اکثریتش هم میبینی علماست. عبادت از واره بیبی، عبادت خود مقایسه کن. تو خود تلویزیون میبینی، لااقل یک درس خو بگی، خجالت خو بکش که وام 20 رکعت میخوانه و تو 20 رکعت میخوانی، چه رقم میخوانی؟ و 20 رکعتی از 2 ساعت میشه، 2.5 ساعت میشه. 20 رکعتی تو در 15 دقیقه امرای وتر. فریب دادن مردم نیست؟ ها؟ مردم فریب نمیدی؟ چرا اونم در کی میخوانی؟ وقتی نماز خفتن هم داخل نشده، آذانت خود شام است، نمازت هم وقتی که تکمیل میشه نو خفتن داخل میشه، نمازی تو خلاص شده میباشه. خب تو کدام عالم هستی؟ خب این مردم بیچاره، این مردم هم خوش به ایست. خب مردم خو عبادت نمیدانه، یک رسم و رواج عنعنه وری میدانه. بس همین قدر شک یک رسم مردم که میگه چی شکردیم؟ نمودی شکردیم، همون نمودیش هم میکنه خیر و خلاص. نمیگه که این ماه عبادت است. ما باید فکر بگیریم این قرآن چی میگه، در این نماز چی طور استاد میشیم، چی را میشنویم، چی پیام داره برای ما. این که پاره باید درک بکنیم. با تاسف خب من بسیار خفه به این میشم که مردم ما را میگه سری عوام دل بسوزان. خب ببینید دلسوزی بالای عوام چیست؟ که مردم از شرک، از قبر پرستی، از پیر پرستی نگاه کن. مردم عبادت درست نشان بده. ما دل میسوزانیم یا این ملاهای دیگه قاطیش میگیره، سرسایش لیست گرفته، یک بچهش هم اولادی تا که سرسایش ندی سواد مجمع عام رسوایت میکنه. ایرم از پیشت میگیره، پوست قربانی تا جمع میکنه، ختمای تا در پنجشنبه گرفته رئیس است، قاطی تا اگر یتیم هم داری اینجا مرده افتاده است و ازاری خود در جیب میزنه. اینی ملا را خوش داره، اینی ملایی که نمازش غلط میکنه ایرا خوش داره. ما که غمش میخوریم، ما را میگه شما سری مردم دل بسوزانید. تعجب دریسته. بله هر انسان باید متأمل و متفکر باشه، حقیقت ها را در نظر بگیره، واقعیت ها را در نظر بگیره. آلی عبادت حرم و عبادت اینجا را شما مقایسه کنید، در تلویزیون ها میبینید تلاوتی که اونجا میشه، تلاوتی که اینجا میشه. تو را به الله قسم یک دفعه مقایسه کن. ما براتون گفتم، یادآور شدم یا نشدم، ما در یک رمضان در عمره رفتم. دو بیگاه در یک جایی که من استاد شدم، اما یک بچه‌ای که تقریبا 12 ساله بچه بود، یعنی در سن بلوغ نرسیده بود، ولی دمید تراویح یقین به الله بکنه که قطره اشکش در زیر ترس میخورد دمید تلاوت. من اسلامیت خودم بیخید اینطور شدم که تو خود مسلمان میگی، از کجا آمده ای تا کجا را؟ و این را بیبی، این طفل بیبی که تا حالی را از قرآن چقدر متاثر است، چقدر عظمت قرآن در قلبش هست، سینهش جوش میکنه. تو را بیبی یقین به الله بکنی بسیار احساس کمتری کردم، خیلی زیاد احساس کمتری کردم. چطور عبادت است؟ این چه قسم عبادت است؟ تأسف است. دینمی قسم حالت هم میبینه که مردم اون فتوا میده، میگه پشت یو اماما نماز تانه دور بده. ببینی حالی فقط در کل جهان مریدای یک پیر مسلمان است، دیگه کلش کافر است، کل جهان کافر است. باز اونجا که مقابله و مناظره میشه میگه اتبعوا سواد الاعظم، تابعداری سواد اعظم بکنید. اینجا سری تو دلیل میگه افغانستان کلش حنفی است، باید تابعداری هم حنفی را بکنید. و برادر تابعداری حق گفته، سواد اعظم مراد از پیشش حق است. کسی که دلیل سند داره از او باید پیروی بکنیم. الله تبارک و تعالی حرم جای بازگشت مردم گردانیده. دل آدم با الله کلگی ما را نصیب بکنه، بار نصیب بکنه که اونجا یقینا حقیقت دین درک بکنیم، بدانیم عبادت مسابقتا یک معنا، دو معنای مسابقتا جای ثواب گردانیده. یقینا اونجا که میری طواف چقدر ثواب داره خبر داری؟ یک نماز یک لک نماز میشه. در حرم که بشینی که مخلوق نشسته معتکف است. همین عربای دامن کشاله که خوب دنیا داره، خوب لکس زندگی داره. شما بعد از امی رمضان که 20 اخیر شروع میشه، مردمان را در شرکتش نمیبینی، در دفترش نمیبینی، کل مکمل قلف میباشه، زن و مرد. دونمو حرم معتکف است. نمو حرم عبادت الله را کرده رو ایسته، دیگر پیدا نمیتونی. میبینی اونجا باز برات معلوم میشه که یقینا ما تو یک موترک خرد داریم، به مردم آب باد میکنیم، خاک باد میکنیم. این تو آران شروع میکنیم که کلی همسایه را خبر میکنیم که نه موتر آمد و موتر بیرون شد. یعنی حالات ما تو زندگی میکنیم. در روز جمعه میری در قرغه و در سالنگ و مردم خوب زندگی داره، ولی باز عبادتش ببین که چه رقم عبادت میکنه. دین خیره نمیگه، همونطور لاف خونیسته.
مسلمانی که در افغانستان است در دیگه جای نیست. کدام مسلمانی؟ تو یک دفعه در عمل، در میدان عمل ببین که مسلمانی کدام مسلمانی است. چه مسلمانی ما داریم؟ تو یک دفعه معلومات بکن که تو برات معلوم شود. اونجا را الله موقع ثواب گردانیده. در آن وقتی که ما گردانیدیم بیت الله را جای ثواب للناس، برای مردم، که مردم در اونجا بیاید، هر کس اراده ثواب داره ثواب بگیره، باز بگرده دیگه. لن و امنا، جای امن گردانیدم. در کل دنیا امنترین نقطه در جهان کدام نقطه است؟ بیت الله است که احساس امن پرنده ها میکنه، احساس امن بگوی انسان ها میکنه. کسی در اونجا جنگ جدل نه، در اونجا مکالمه سخت لفظی هم موجب جرم است، موجب گناه است. الله تبارک و تعالی مرکز جهان ساخته شد، از اونجا نور توحید الله انتشار یافته. خب بنیادش کی مانده؟ بنیادش ابراهیم خلیل الله مانده. ابراهیم خلیل الله اول برنامه‌شی بود که مرکز توحید آباد باشد. یک مرکز برای توحید باید باشد، بعد از او این مرکز دائم باقی بماند و رهبری در این مرکز پیدا شود که برای هدایت و راهنمایی مردم چی بکنه؟ زحمت بکشه. دعایش هم است پشت سر این بر ما میاد. ما اگر واقعا در راه ابراهیم خلیل الله روان میشیم باید درک بکنیم ابراهیم خلیل الله چی برنامه ها داشت. ما تو مسلمان باید مرکز آباد بکنیم، مرکز داشته باشیم. مرکز نداریم. مرکز کی نداشته باشه از کجا؟ الا کده اینمی مسجد بر ما داده شده که ترجمه قرآن کنیم. در کل کابل میگردیم مسجد پیدا نمیتونیم که ترجمه قرآن بکنیم. چرا؟ اگر مرکز نمیبود شما آمده میتونسته؟ من خیلی دلسوز، ولی کجا برای شما پیام خدا رسانده میتونم؟ میتونستم؟ نمیتونستم. خو ابراهیم خلیل الله این مرکز به کدام حیثیت آباد کرده؟ آباد کردن حیثیت مرکز ابراهیم شما خبر دارید؟ الله تبارک و تعالی مامور میسازه ابراهیم خلیل الله را که این مرکز آباد میکنی. خودت پس در طرف شام میری، این منطقه تا حالی را مردم نشین نشده، لیکن مرکزی است که اول دفعه ملائکی را آباد کرده، بعد از او آدم علیه السلامی را آباد کرده. این مرکز توحید از ابتدا است و اولین خانه ای که در او عبادت الله شده امی بیت الله است. این اول چیست؟ بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین. از او خاطر امو مرکز دیرینه پس آباد شد. توسط کی آباد میشه؟ توسط هاجره و اسماعیل علیهم السلام هر دویشان. ابراهیم خلیل الله میآید، هاجره را یک زن از سیاسر است و یک طفل خورده میگذاره. ما شما مورد امتحان قرار بگیریم. خب گوش نواز کنیم. امی امتحان داده میتونیم؟ ما میتونیم که امی در امتحان کامیاب شویم یا نشویم؟ فقط یک کمک آب، یک کمک توشه برش میگذاره. ابراهیم خلیل الله مامور میشه که تو وقتی قدر قیمتی است که پس میری در طرف سرزمین شام و اونجا دعوت دین میدی. خو این زنی بچه تا دمینجا اعلام میکنی. آیا یک زن سیاسره قطع یک طفل که بعد از سالا به ابراهیم خلیل الله یک طفل داده شده، این را باید امینجا بگذاره. از همون خاطر زمانی که یارم میگذاره ابراهیم خلیل الله پس میره. زمانی که می آمد که در کدام جای ما اقامت گزین میشیم جبریل امین امرا بود. در کدام جایی که دشت بیابانی خواب سرسبز و آب و ایگا پا بود ابراهیم خلیل الله میگفت به جبریل امین که اینجا ما مامور شدیم. گفت نه پیش بره. کسی که رفت حاجی صاحبا برشان معلوم است. بیت الله در بین کوه است. در او وقت ریگزار بود، دشت و بیابانی که انسان وحشت میکرد. تنها از دستی درنده ها در اونجا زندگی کرده نمیتونستی. در اونجا هاجره و اسماعیل علیهم السلام ابراهیم خلیل الله میگذاره. چی زنه؟ شما باور به الله بکنی که من در هر مرتبه درود ابراهیمی را میخوانم که میگم کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم. ابراهیم خودش شخصیتش خو آل ابراهیم چی فرزند تابعه، منقاد، فرمان برداره، تسلیم به الله، به نظام الله. چی فرزندی که احترام پدر داره، چی فرزندی که سخن پدر در زمین نمیمونه، چی زنی که در مقابل شوهر اطاعت داره، چی زنی که مکمل تسلیم به الله تبارک و تعالی است. یقینا این نعمت بزرگ است که خاندان انسان مکمل تسلیم دین الله شود. زنت، اولادت، پدرت، مادرت، کلگی این دیگه الله علیه نعمت است که هر کدام در تهجد از یکی دیگه خود سبقت کنه، پیش بخیزه، آب او تیار کنه. دیگه یقینا نعمت بزرگ الله است. ابراهیم خلیل الله پس روان میشه، گپ نمیزنه. چرا گپ نمیزنه؟
از دل ابراهیم خلیل الله آگاه است. چطور یک زنی خود قط یک طفل دیدش تو بیابان بگذاره؟ جواب داده نمیتونه. 3 مرتبه هاجره بیبی میگه ما را تو که میری ما را دکی میمانی. هاجره بیبی این فکر میکنه که البته ابراهیم خلیل الله خودش برای خود ما را اینجا اعلام میکنه. چرا؟ اونجا زن دیگه ساره هم داشت. اکثر انباقای تو فکر میکنه که شاید محبت از او قطع از او باشه و ما را دور کرده باشه، ولی گپی خدا نیمه نمیگذاره. انباقای دیگه باشه فقط در نیمی گپ خفگانه بددعا را شروع میکنه، چیغو پیغ میزنه. لیکن نه، در 3 مرتبه ابراهیم خلیل الله جواب نمیده. در مرتبه 4م هاجره رضی الله عنها میگه که الله تو را امر کرده که ما اینجا باشیم. ابراهیم خلیل الله فقط امی قدر میگه که بله. باز اوجا میگه اذن لا یضیعون الله تعالی، پس آلی الله ما را ضایع نمیسازه. الله اکبر، چی اعتمادی کامل است، چی ایمانی کامل سری الله داره. ما را میگه الله دیگه ضایع نمیسازه. میره و ابراهیم خلیل الله او طرف هزبند دو طرف میشه، تفلک و زنش از پیش غایب میشه، دست دعا را بالا میکنه به الله تبارک و تعالی. ربی اینی چی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. دعا میکنه که یا الله ما اولادی خدا در این طول سرزمینی جا به جا ساختم که اون زراعت اونجا نیست، مردم اونجا نیست، کسی نیست که اون سلفت بگیره. یک طفل و یک زن. امروز که حاجی صاحب میره آیا میفهمه که زمزم چی فلسفه داره؟ آیا میفهمه که صفا و مروه چی فلسفه داره که گشت و گذار داره؟ 7 گردش تو میکنی چی میفهمی؟ تو اونجا باید بدونی، دیاتیت بیاری که یک زمانی در اینجا مادر مومنه هاجره زن ابراهیم خلیل الله با طفل خود که آب خلاص کرد و اسماعیل علیه السلام نفس میکشید از دست تشنگی، چیزی وجود نداشت. حیران مانده بود هاجره رضی الله عنها که طفل از پیشم ضایع میشه، آب وجود نداره. در سری تفککا میبره، هر طرف نظر میکنه که آب باشه، برم به طفل خود آب بیار، نمیبینه. اسماعیل علیه السلام آدمی جایی که چشمه زمزم است همین جهلا کرده. زمانی که تا جایی که اسماعیل علیه السلام نظرش میخوره تا او جره امی هاجره قدم میره. زمانی که پناه میشه بدو میکنه. حاجی صاحب تو حالی دمو منطقه بدو میکنی، تیز میری، به خاطری که هاجره تیز رفته. باز دو تپگک با آلی خود تپه نیست، دو زمان تپه بود. دو اونجا بالا میشد طرف سعی میکرد مگرم کدام جای آب پیدا شد. او طور حالت مردم تیر کرده. زن و فرزند خدا به خاطری اقامت مرکز دین اونجا گذاشته. 7 ماه گردش کی کرده، رفت و آمدی 7 مرتبه را هاجره رضی الله عنها کرده. هیچ جایی برش آب میاثر نشونه، امید پس میگرده، ولی آگاه نیست که اللهی که امر کرده دی دشت بیابان، ولی قدرت زیر داره که دشت بیابان همینطور آب بکشه. اسماعیل علیه السلام لغت زده، طفل خرد لغت میزنه، توسط لغت زدن چشمه آب زمزم برآمده که امروز تو در مختلف ممالک من حیث دوا و من حیث تبرک ای آب میبری. تو فلسفی زیر یاد داری؟ هاجره زنی هسته زود گرد به خاطری که آب آلی به البته یک دفعه میبره از پیشم ضایع میشه، ریگه جمع میکنه که آب در همینجا جمع بمانه. از همون خاطر آبی زمزم همونجا میبرم پس همونجا داخل میشه. آلی حکومت نلکشی کرده دیگه طرف آبیش کشیده. زمان سابق همون چشمه همونجا بعضی چشمه ها را دیده که همونجا میبره پس همونجا آب خود گم میکنه. پیغمبر علیه السلام میگه که الله سبحانه هاجره رحم کنه، اگر این را میگذاشت آلی جوی واری آبی زمزم روان میبود، لیکن او گردش جمع کرد. بیبی تو اونجا حاجی صاحب که میری تو باید بدانی که صداقت ایمان چی را میگه. انسان در زندگی خود مورد امتحانات بزرگ قرار میگیره. یک روز فقیر میشی، شکایت در کجا بالا میشه، یک طفلت کشته میشه، به الله دشنام میدی نعوذ بالله. باز نه گپی مولا را میشنوی، نه عالم را میشنوی، نه قرآن نه حدیثه. برادرم تو یک دفعه بیبی که اسلام چی میگه، تو درس اسلام اونجا میگیری، درس میگیری. بعد از زمان ابراهیم خلیل الله پس برگشت میکنه که اسماعیل علیه السلام در سن میرسه که قطعی ابراهیم خلیل الله کار کرده میتونه. بچه هسته که حالی کمک قطعش کرده میتونه. اولین کاری که یا شروع میکنه بنیاد گذاری بیت الله است که این خانه ای که اولین خانه است ای باید آباد شود. دیوالا معمار کیست؟ ابراهیم خلیل الله. خب مزدورکار کیست؟ اسماعیل علیه السلام. تو درسی بندگی را یاد داری؟
مردم بیت الله را آباد میکنه، باز هم میگه ربنا تقبل منا، پشتی سر میاد. بیا دیگه مسلمان تو درس بگی. قرآن کریم از همون خاطر میگه و امنا، ما گردانیدیم اینمی سرزمین جای امن. چقدر اهمیت داره برای یک اجتماع که جای امن باشه. نزاع و کشمکش در بین مخلوق واقع میشه. کدام جای تضمین میکنه که دشمن سری دشمن تعرض نکنه؟ بیت الله است. بیت الله حتی نه در اسلام، در زمان جاهلیت هم قاتل پدری خدا که کسی پیدا میکرد در بیت الله غرض نمیگرفت. از همون خاطر دو قومی که کس وارد تا کده نمیتونه است که در جنگ و جدل است او کسی ضمانت نمیتونه. یکی در بین از یا گفت چیسته و صلح و مذاکره شروع شده که مردم جنگ بس کنه، کسی ضمانت نمیتونه یک جماعت دیگر. بزرگترین مرکز امن بیت الله است. جهان میتونه در میز مذاکره در اونجا بشینه. طالب و حکومت افغانستان میتونه در بیت الله برن هر دو جماعت و در اونجا در بین خود بشینه، مذاکره کنه، گفتگو کنه. چی میخوایی چی میخوایی؟ یک مسلمان و یک افغان هم نمیخواه که خارجی در وطن باشه، حکومت خارجی داشته باشه، زیر اسارت خارجی ها باشه، یکی هم نمیخواه. بیایی خودی ما بین خود جور میشیم، دست در گردن دیگه میپرتیم، زندگی مشترک شروع میکنیم، دشمن امگی را از این خاک خود میرانیم، بیرون میکنیم، نمیخوایم. با تاسف امروز از اون مرکز فایده گرفته نمیشه. این مرکز امن است. در اونجا برای یک دفعه احساس امن بکنه، همه چیز مردم ببینی که پیسهش همینطور است، کالایش همینطور است، هر چیزش همینطور است. کس احساسی حتی همین قدر یک احساس امن است، یک فضایی است که بالکل احساس نمیکنی که من در کجا هستم. مکمل فکر و ذکر طرف آخرت پیدا میشه. دنیا منیا، اولاد، دشت، بیابان، شرکت، دفتر، سبق، کار، هدف، کلش باقی میمانه. توجه آدم مکمل طرف آخرت میشه. اونجا احساس میکنی خب امی افغانی پارسال چند نفر 36 نفر افغانی در دزدی گیر شد. از اینجا میره در ماهای حج به خاطری که در کجا دزدی بکنه. بگوی یک مملکت کوچک که کمترین نفوس است تو افغانستان است او تو اونجا معیار دزدای دست کل کده بالا باشه، تو خود مسلمان میگی مردمی که دستایش قطع شده به خاطر دزدی در حرم، اونجا خب از حکومت است، قانون اسلام برقرار است، اگرچه پاچه‌هایش عیش پرست و هر رقم است لیکن قانون اسلام برقرار است، نظام اسلام عملی میشه. کسی که دزدی کنه دست قطع است، کسی زنا کنه سنگسار است، کسی قتل کنه قصاص است. از همون خاطر در سعودی چرا امن است؟ جهان اختلافات داره، سعودی امن است. 4 روز حکومت طالبان بود، چرا امن آمده بود؟ او کمال در طالبان بود یا کمال در نظام اسلام بود؟ او کمال در نظام اسلام بود. امروز اگر نظام اسلام تو عملی بکنی امو امن امان وجود داره. لیکن امروز در کدام سرحد رسیدی؟ نیروهای خارجی در پشت خانه تا وجود داره، سیمی خاردار گرفته، بلوک مانده ای که پلچکا مانده ای که دروازه جور کرده ای که کجو پیچ کرده ای سرکاره. در کجا زندگی میکنی؟ از الله چطور خدا خلاص میکنی؟ از اسرائیل چطور خدا ملک الموت چطور خدا خلاص میکنی؟ در کجا خدا بندی کردی؟ فرق در بین پاچایی تو و پاچایی عمر دلو چیسته که او شب به تنهایی خود میگرده، خانه ها را بررسی میکنه که غم و گریه در کدام خانه است. تو که میبروی سرکا بند است برای 1 ساعت مردم در گرمی خود پکه میکنه در بدر، صرف به خاطر جناب محترم برآمدنی تو که تا یک نقطه را تو میرسی. تو خود امیر میگیری، تو خود پاچا میگیری، تو خود وزیر میگیری، تو خود وکیل میگیری، نماینده مردم میگیری. یقین به الله بکن اگر نماینده مردم شد، نماینده مردم همینطور آزاد در دروازه مردم داخل شد. اسلام چطور حکومت ها داشت؟ بازم مردم های بی غیرت ما نعوذ بالله دور از حاضره و مسلمان های واقعی بازم همین دموکراسی لعنتی را مدح کرده رئیس، همین نظام غربی را به مردم زیبا جلوه داده رئیس که این نظام است. کدام نظام است؟ برام نشان بده. نظام اسلام است که دختر 2 ماهه را بره کسی پیدا نشه برش سعی کنه، مالت افتاده باشه تا 20 روز 1 ماه را کسی او را بالا نکنه ولو توتی طلا نباشه. کدام نظام است؟
الله تو حقانیت اسلام باید درک بکنی. آجی صاحب حج که میری فلسفه داره. حج همونطور نرو درس بگی اونجا، از اونجا پس پیام بزرگ به خانواده بیار. اگر به دیگه کس نمیاری، به اولادت بیار، به دخترها و بچه‌هایت بیار، به زن و برادر و پدر و مادرت بیار که اون مقام کدام مقام است. بزرگترین عملی که تو اونجا درک میکنی امیسته که دین چقدر وسعت مفهومی وسیع داره، چقدر فضای وسیع داره. با مختلف قسم مردم پشت یک امام اقتدا میکنه. اسلام متشتت و پراگنده نیست، ناما مانده شده، اما مرکز یکی است، قبله یکی است، دین یکی است، اصول و عقاید یکی است. طوری نیست که اینجا مردم در مسجد زده رویستی لق کرده رویستی با مردم امیر معرفی کو که طایفه پیدا شده که در دیگر چی میکنه؟ بگه افطار میکنه. به الله قسم دمی روزا از مسجد ما کرده 3-4 مسجد دیگه وقت آذان میده. خصوصا امو ورقایی که جنابایشان برای احتیاط 5 دقیقه اضافه کرده، 15 دقیقه پیش از او ورق این مردم آذان میده. بازیات چی میگه؟ ما از احتیاط کار میگیریم. دین احتیاط نیست، دین کلش احتیاط نیست. تو از احتیاط کار میگیری. 10 دقیقه را پسان افطاری را معرفی کن. حالی ده چند افطار میشه؟ ورقی تو حالی معتبر است یا مردم شرنگست آذان داده رویسته؟ باز ما را میگه که یاد دیگر روزه را میده میکنه. این بیگاه گذاشته 3 مسجد دیگه از آذان ما کرده پیش 5 دقیقه پیش آذان داده. خود چرا ملامت ماستیم؟ شما که پابند هوا و هوس هستی، دمو وقت افطار کرده نیم ساعت بعد باز جماعت خفتن کرده رویستی. کدام نفیسته؟ کدام قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را پذیرفته؟ او خمیگ آخری وقتی شام که است شفق است، شفق مراد از پیش سفیدی است، دیگرها کلش سرخی میره میگیره، او سفیدی را، سفیدی بعد از سرخی است. من براتون گفتم 12 دقیقه فرق داره شام حنفی و شام دیگه که خلاص میشه. لیکن تو کدام حنفی استی؟ چه رقم تو حنفی خدا میگیری؟ تعجب در اینجاست. این مرکز امن است. الله برای ما یک نشانه قدرت خود مقرر کرده. امن است، یقینا امن است، احساس میکنی امن است. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، بگیرید شما از مقام ابراهیم مصلا، جای عبادت. مصلا عبارت از همون مقام ابراهیم است. مقام ابراهیم عبارت از همون سنگ است که ابراهیم خلیل الله سرش استاد میشد. نقش و قدم ابراهیم خلیل الله سری و سنگ وجود داره فعلا. هم سنگی بود که هر قدر دیوال بالا میرفت همون قدر سنگ بالا میشد. زمانی که پس ابراهیم خلیل الله پایین میشد مثل لفت امروزی واره این همین قسم تو بالا میشد. اونمو سنگ است، همو سنگ است فعلا هم در شیشه بند است، در پشت سری بیت الله قرار داره. حالی هم مردمای جاهل میره امو را به شیشه دست میزنه، او را حالی حکومت در شیشه بند کرده، از دستی که او سنگ بوسه میکرد دست میزد. برادر دین نامی پابندی است، نامی عقل، در مطابق عقل رفتار کردن و گفتار کردن نیست. معاویه رضی الله عنه 4 زاویه یا 4 کنج بیت الله را بوسه میکرد. ابن عباس رضی الله عنهما، معاویه رضی الله عنه سالش بزرگ است، صحابی بزرگ است، کاتب وحی پیغمبر علیه السلام است. ابن عباس رضی الله عنهما صحابی خیلی کوچک و خرد است، او 4 کنج بوسه میکرد. ابن عباس رضی الله عنهما برش میگه که نه، قابل بوسه 2 رکن است، چی قابل لمس 2 رکن است و بوسه 1 رکن است. رکن یمانی این بیت الله است. این بیت الله 4 شنگ داره. اینی شنگ که حجر الاسود است، این هم بوسه میشه، هم دست مالیده میشه. اینی شنگ تنها دست مالیده میشه، بوسه نمیشه. این 2 کنج قابل بوسه نیست. چرا قابل بوسه نیست؟ کنجای واقعی بیت الله نیست. چرا؟ به خاطری که کنجا در این جمع آمد. امو پول و پیسه که در زمان جاهلیت پیغمبر علیه السلام در وقت پیغمبر نشده بود که بیت الله را یا آباد میکردن، پیسهش علالشان کم شد، بیت الله را از اینجا خطش گرفت کم کرد. کنجای واقعی بیت الله نیست. پیغمبر ارمان کرده بود به عایشه رضی الله عنها، گفت که اگر قوم تو نزدیک زمانی نزدیک به اسلام نمی بود، من بیت الله را با نقشه ابراهیم خلیل الله جور میکردم. نقشه ابراهیم خلیل الله بیت الله طوری بود که دروازه در زمین چسبیده بود، 1 متر بالا نبود. حتیم اینجا که مانده ای داخل بود در بیت الله. 2 دروازه داشت، از این داخل میشد، از این طرف خارج میشد.
سه تغییرات این مردم دیش آورد. دروازه را 1 متر بالا مانده، اینجا جای بیت الله را اعلا کرده، دروازه دیگر را بند کرده. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه خوارزاده عایشه رضی الله عنها از دهن مبارک خاله خود همین حدیث پیغمبر را شنیده بود. زمانی که حکومتش در مکه آمد، بعد بیت الله را ویران کرد، پس همین قسم آباد کرد به مون تمنایی که پیغمبر علیه السلام کرده بود. لیکن حجاج چیست ظالم وقتی که تسلط پیدا کرد، گفتی یادگاری عبدالله ابن زبیر تا روز قیامت بمانه، من ایره پس خراب میکنم. پس خراب کرد، دمو نقش زمان جاهلیت ایره آباد کرد. آلی ای شنگایی ای در ای جا دست مالیدن قطعا در دین نیست. ابن عباس رضی الله با معاویه رضی الله گفت ای دو بوسه نمیشن، لمس نمیشن. گفت چرا؟ دو ارچارش ای دو کنج است، ای دو کنج نیست. خرچارش کنج بیت الله است. چی امتیاز داره که دو کنج بوسیدن یا لمس شوه ای دو نشوه؟ گفت رسول الله صلی الله علیه وسلم ای دو را بوسه کرده، ای را نکرده. خب گوشتنه بگیری که دین نامی چیست؟ دین نامی چیست؟ معاویه رضی الله با میقدر شنیدن بس قناعت کرد. ایره مردم میگه دین پذیرفتن، آلی دلیل نمیگه. اول دلیل گفت خوش کنجا ارچار کنج از برای بیت الله است. اگر این قابل لمس و بوسه کردن است یا است. ولی ابن عباس چی برش میگه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدم که ایره بوسه کرده، ایره لمس کرده، ایره بوسه و لمس کرده، این دوره نکرده، بس دین شد. اینی را به نام دین یاد میکنه. جایی که پیغمبر کرده بکن، که ترک کرده ترک بکن. اونو وقت تو دیندار جور میشی. اگر در غیر از تو گفتی این کاری خوب است، این کاری خوب است، در دین زیاد کرده، برو یک پندکه از دین اصلی بود، یک پندکه دینی تو زیاد میشه. با شما خود زیاد است. در تاریخ یک مولا و پیر زیاد شده میره، یک عمل از خود زیاد کرده میره، پندکی دین گم میشه، پندکی شما کلام میشه. این به مردم دین معرفی شده. امروز راستانه بگیره بگوی حقیقت دین وجود داره یا پندکی مردم خیلی زیاد دین معرفی شده. اسقاط دین معرفی شده، میلاد دین معرفی شده، 3 و 4 جمعه و چلی دین معرفی شده، فاتحه خوانی دین معرفی شده، تراویح خوانی بربرک دین معرفی شده، جماعت خوانی که هر کس به خود استاده باشه دین معرفی شده، دعا مد سنت دین معرفی. اگر کسی اینی گپا را قبول نداره از دین خارج میدانه شونه به نام وهابی معرفیش میکنه یا نمیکنه؟ کدام است؟ این پندکی های مردم است که در دین اضافه کرده. در دین طور نبوده. دین نقش قدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. مصلا جای مقام ابراهیم جای عبادت بگی. هر کس که میره اولین عملی که در بیت الله انجام داده میشه چیست؟ طواف. 7 گردش میکنی. بعد از 7 گردش اگر موقع برات میسر بود پشت مقام ابراهیم باید 2 رکعت نفل بخوانی. اگر موقع میسر نبود در هر نقطه حرم که نمازی 2 رکعت نماز شکرانه طواف میخوانی بری تو جایز است. مردم نادان زور میکنه اونجا خدا اینقدر به تکلیف خدا اونجا میرسانه. چی ضرورت است؟ در وقت ازدحام مردم آزار و اذیت ندی. تو برای حج رفتی، برای سنگ حجر الاسود او اینجا که حاجی صاحبای ما میاد چی لاف میزنه، یکی خودشانه را اینطور کنم یک زنم برابر شد، یاران چی طور کنم نشد قد کلا شد دیگه. و جنابی محترم توی به حج رفتی، تو اونجا پابندی فرامین الله تبارک و تعالی هستی. تو چرا مردم از زور زده در شانش بالا شدی و مردم اذیت دادی؟ به خاطر بوسه کردن حجر الاسود به الله قسم که 60 سال عمرت اموتور در سنگ حجر الاسود اینمی قسم افتاده باشی که عقیده صحیح توحید نداشته باشی، به الله قسم اگر جنت ببینی. چرا؟ سنگ حجر الاسود تو را در جنت نمیرسانه. از همون خاطر است که عمر رضی الله عنه ذهن مردم و عقیده مردم در مورد سنگ حجر الاسود بسازه، جور بکنه. خودش گفت والله انک لحجر، قسم بالله تو سنگ هستی حجر اسود، لا تضر ولا تنفع، نه ضرر به کسی رسانده میتونی و نه نفع. ولولا رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبلک ما قبلتک. اگر پیغمبر رو نمیدیدم که تو را بوسه کرد تو را بوسه نمیکردم. خب پیغمبر تو را بوسه کرده بوسه میکنه، وگرنه سنگ هستی، نه مالک نفسی نه ضرر. خب مردم چی توقع داره؟ یک حاجی صاحب برای من میگه مولوی صاحب ایرا به خاطر تی تصویر عندم سنگ حجر الاسود زدیم. ما گفتم که در داخل بیت الله یک شب روزم همونجا مانده باشی، ما به این تسبیح کوی هیچ ضرورت ندارم. این تسبیح این بندای دستی مرا میبینی هیچ کس تسبیحشم گرفتن نمیتونه. این کلش صدقه است. این علی شماری سبحان الله گفتن میشه. این دانگه کار ما چی میکنم؟ جیبی خدا پر کرده. ها نمایش خونیست.
برو ایره تو کفنای خدا دا آب زمزم میشه از اونجا. من این تصویر را در بیت الله زدم. او مردم نکنی، آزار و اذیت نکنی، عبادت الله را بفهمی. واجی صاحب وقتی که میری اینجا تعلیم بکو، پیش عالم بشی، کتاب مطالعه بکو، خوب خدا بفهمن که اونجا باز بفهمی که حج چی پیام داره، حج چی فلسفه داره، حج چی نتیجه داره. ما کی پس میم کدام شخص باشم، تغییر در بین ما پیدا شده باشه یا نشده باشه. آلی حاجی ما کی پس میاد کدام حالت در پیش میگیره. اول یک زمینه قسم میکرد، آلی 10 زمینه. این نتیجه حجشان است. الله تبارک و تعالی رحم بکنه. مصلی در این صورت مقام ابراهیم شد. دوم معنا واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، بگیری از جاهای ابراهیم. کدام جاهایی که ابراهیم خلیل الله عبادت و مراسم حج انجام داده، مصلی عبادتگاه جور کنی او را. اگر ابراهیم طواف کرده کدام جای طواف کنی، در کدام جای قربانی کرده قربانی کنی، در کدام جای دعا کرده دعا کنی، در کدام جای شیطان زده شیطان بزنی. کلی مطاف مسعا بگوید منحر جای قربانی، جای طواف، جای سعی بین صفا و مروه، جای دعا که در عرفات است، جای دعا در مزدلفه، جای شیطان زدن. کلش مقاماتی است که ابراهیم خلیل الله عمل کرد انجام داده. چون این عمل کرد مکمل نتیجه اخلاص و صداقت کی بود؟ ابراهیم خلیل الله. خالص برای تابعداری الله انجام داده شده. خوش که الله آمده، الله خوش کرده این عمله. تا روز قیامت زنده نگاه میکنی این عمله. و میلیون ها مردم در اونجا سالانه حاضر میشه. کار و کردار کی را زنده نگاه میکنه؟ ابراهیم خلیل الله را. تو وقتی پابند به ملت ابراهیم خلیل الله میشی که یقینا کارنامه ها و برنامه های ابراهیم خلیل الله را مطالعه کنی، بعد از او پیاده کنی در زندگی خود، پشتش بگردی. ابراهیم خلیل الله چطور زندگی داشت، چطور اکتفا با چی کرده بود، کدام زندگی را اختیار کرده بود بدانید. در این صورت مصلی باز به معنای عبادتگاه هاست، جاهای عبادتی که ابراهیم خلیل الله انجام داده در کلش تو انجام بده. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، بیت الله را خو اردویشان جور میکنه. الله چی امر میکنه؟ عهد، امری که محکم باشه، امری محکم کردیم، وصیتی محکم کردیم. الی ابراهیم، بسوی ابراهیم علیه السلام در وقت بنا کردن کعبه، و اسماعیل علیه السلام. کدام امری که خیلی ضروری و مهم بود ما برشان فرمان دادم، کدام بودو؟ ان طهر بیتی، که شما پاک نگاه کنه خانه مرا للطائفین، به کسایی که طواف کننده هاست، والعاکفین، کسایی که اینجا معتکف است، و رکع السجود، به کسانی که رکوع و سجده میکنه. بیت الله را الله اینطور یک موقع داده. 1 ساعت هم بی نماز نیست. 1 ساعت، در 1 ساعت هم از همون خاطر یک تعداد علما قائل به ایسته که هیچ ساعت در اونجا نفل مکروه نیست. اگرچه در احادیث صحیح در وقت طلوع، در وقت غروب آفتاب و همچنان در بین طلوع فجر تا نفل مطلق درست نیست. نفل سببی صحیح است. نفل سببی مانا طواف بکنی، بعد از طواف تو 2 رکعت نماز میخوانی. چرا در بیت الله تحیت المسجد نیست؟ تحیت بیت الله تحیت المسجد چیست؟ طواف کردن است و بعد از تو 2 رکعت میخوانی. از همون خاطر در اونجا همیشه میبینی معتکف وجود داره، طواف کننده وجود داره، نمازخوان وجود داره. از همون خاطر است زمانی دنیا از بین میره که در بیت الله 1 نفر پیدا نمیشه که چی کنه؟ طواف بکنه. اونجا است که باز این جهان باقی نمیمانه، قیامت قائم میشه. تا که در بیت الله 1 نفرم طواف میکنه قیامت قائم نمیشه. از او خاطر این را الله جای امن گردانیده. 1 نقطه امن این میسته. امن یک معنا که مردم اونجا میره به امن است. دوم معنا است که امن دنیا امی بیت الله است. تا وقتی که این بیت الله طوافش میشه، تا او وقت الله قیامت نمیاره و این دنیا را خراب نمیکنه. خود دستوری مهم الله در مورد بیت الله، بیت خود کدام دستور است؟ بگوی پاک کردن بیت الله را از چی؟ بگوی از هر نوع لوث و گندگی، چی ظاهری باشه، حسی و چی معنوی باشه. ظاهری و حسی این میسته که در بیت الله باید گرد دیده نشه. یقینا الله امی دعاها را، امی دعاهای ابراهیم خلیل الله را پورا کرده و الله تبارک و تعالی در اونجا اینطور مخلوقی را پیدا کرده که یقین به الله بکو که امی دانه گردم اونجا بیفته، عمل است، خادم است مکمل. یک ساعت جاروی برقی است که سری چی تیر میشه. میبینی همینطور دلت خوش بیاد که یقینا این کدام مقام است. همین قلبت خلاص است، ایلاست، برات وضاحت میشه.
همونطور مردم مقرر کرده. هر جایی که عبادت الله میشه او قابل طهارت است. ما باید مساجد الله را آنقدر نظیف و پاک نگاه کنیم که پرسان نکن. مساجد دایی چی خوشبویی کردن، این قطعا یک سنت رسول الله، خصوصا در وقت انبویی و روزای جمعه. اما در مساجد افغانستان یک جای خوشبویی وجود داره؟ این سنت رسول الله متروک است. بلکه مردم چی میکنه؟ در این تابستان کرمچ پای میکنه، باز میامون بدبویی پایای خدا در فرشای مسجد میماله. همین قسم است. مستریای ما اونا آمده رویسته فرشای مسجد چی کرده که وقتی بینی تا میمانی با جز از تیل فروش تیلش اینجا بویش مانده، رنگ فروش رنگش باقی مانده. همین قسم است یا نیست؟ مساجد الله نگاه نمیشه. تو که میایی مردم بوتای خود از سری فرش با امرای خاک و خروجیش بازی میتور اوار میمانه. بسیار مردم اینطور هستن. عجیب است. این مسجد الله است، باید پاک نگاه شود. مامور شدیم که ما باید مساجد الله را پاک نگاه کنیم، بفهمیم که جای عبادت الله به کدام سیستم باشه. نه ملا صاحبی ما، ملا صاحب سابقه ما که کلان ملا بود. تو کجا رزگک ملا پیدا شده حالی گپا میزنی؟ ملای کلان داشتیم. یک نفر مرا گفت خو همون ملایی که تفدانی هم در پالیش بود در میراب که مانده بود، ها همون در میراب که مانده که تو فهم میکرد. با تو از تو سوال میکنم، تو را به الله قسم اینجا نان بخو ولی همون نسواری خود تف کنه که نان باز در دلت میشانی. ولی در مسجد الله او تفدانی را نگاه میکرد. صرف 3 روز 1 روز ملا باز الله تنبل نکنه. ملا خیلی تنبل است، در این کارا باز هیچ امور دور نمیندازه. برو که چقدر بوی میده، لنگی خدا اوز کنه 4 ساعت در پالیش نزدیک شده نمیتونه. عجیب است. اسلام دین نظافت است. ببینید بیت الله را الله امر کرده، اولین فرمان است که بیت الله نظیف شود. خب البته نظافت حسی هم است، معنوی هم است. بیت الله باید پاک باشه، در اینجا معاملات و کارهای شرک نشود. حکومت ترکا آمده بود، ترکا او قدر زیاد مسلم و مردم افغانستان و پاکستان هندوستان واره بسیار پیرپرست است. از همون خاطر زیارت ها رو خانقاه ها رو این قدر رونق میده که پرسان نکن. زیاد اهتمام از زیاد فقط پشتی نمی قبراست در اونجا که پخته کرده که ببینید که مصرف سرش میکنه، پرسان نکن. بیت الله را قریب که مرکز نعوذ بالله اینمی قسم که بوسه شوه و که جنده بند شوه و که بسته شوه، الله مسلط کرد شخصی چی را بگه؟ شخصی که واقعا تجدید دین کرد، واقعا دین مجدد ساخت. او همینطور شرک و گپای خرافاتی در حرمین در اردوش دیده میشه؟ یک دانه گپ شرکی دیده نمیشه. از کرام معذف است که مجرد دست میزنه من نمیکنه، قطعی قمچین میزنه. در پنجره قبر پیغمبر علیه السلام که مردم میرسه که وی میکنه، ما چی میکنه؟ شرک گفته صدا میکنه که شرک است. مردم به نام اسلام آمده اینجا پنجره را دست میپرته. دست در پنجره چی مفهوم داره؟ چی معنا داره؟ برکت حاصل میکنه. پنجره چی برکت داره؟ پنجره را خود تو جور کرده، آینش در کجا آمده، رنگش تو کرده، گلکاریش تو کرده، یک پنجره است. پنجره چی داره؟ این زیارت هایی که شما پنجره ها را که بوسه کرده رو ایسته، این چی کمال داره؟ بگوی شما یک دلیل خود بگوی. ما گفتم که بیت الله است، خانه که معزز و شرافت به نزد کی داره؟ الله داره. خود 2 کنجش قابل لمس و بوسه بود، 2 کنجش نبود. تو خیرینیالی در مقبره که میری در سخی جان پنجری از وا و دیگ از وا حلقش بوسه کرده رو ایستی، این از کدام دلیل؟ در کدام سند میگی؟ این در کدام مذهب است؟ بیار دمو مذهبت که تو ثابت میکنی روی تسرش میمالی. ما خو میگیم که دین تباه کردن، دین عکس کردن. دین عبارت از چیست؟ زیارت ها رفتن. بس زیارت ها کدام هم میگن؟ قبر پدرت نمیری، مادرت نمیری، بابایت نمیری، قبر یک عالمی برجسته نمیری، قبر یک آدم نیک نمیری. قبری که گنبد سرش جور شده. این گنبد سری که جور شده ملنگ بود، ملنگ. نه جمعه میخوان نه نماز میخوان، در نجاست ها عمری خود تیر کرده. بازور نه تنها قبرشه، این جای خوابیش است. این جای چی هسته؟ نشستنیش است. اینجا سر اینطور زده، اینجا عصای خود چخ کرده، اینطور گپا کل جاهای از او را به نام تبرک مردم بوسه کرده رو ایسته. این کدام دین است؟ این کدام جای است؟ برای ما نشان بدن مردم که ما همون را پیروی بکنیم. زیارت به نزد مردم معرفی به کدام شده؟ که بیرق بالا باشه و گنبد داشته باشه و زیارت است.
مقبره دیگه مرده دیگه زیارت نیست. کدام است؟ در دین همینطور تفکیک آمده. خب پاک بسازه. ابراهیم و اسماعیل علیه السلام این مرکز از شرک قطعا پاک نگاه بکنه. همونطور نگاه کرد یقینا. عالم الله همونطور نگاه کرد از شرک. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا. قابل یادآوری است در آن وقتی که ابراهیم خلیل الله دعا میکنه، با ما تو درس میده بنده همیشه تو باید از الله تبارک و تعالی بخوایی. چند درس بر ما میده چی رقم دعا بکنیم، چرا که بزرگترین شخصیت کسی که الگو و نمونه است در تمام کار و کردار برای ما و تو مقتداست، او چی رقم مطالبه. دو درس بر ما میده انسان حوایج و مشکلات خود از کی بخواه. قرآن درس بر ما میده بزرگترین نمونه و پیشوا برای شما وجود داره. ابراهیم خلیل الله که خیلی بنده مقرب برای الله بود، پیغمبری برگزیده، الله برش انعام داده بود، او را امام جور کرده بود، لیکن بازم طلب دعا از الله تبارک و تعالی میکرد. میکنه یا نمیکنه؟ همینجا خانه بیت الله را آباد میکنه. چی دعا میکنه در این سرزمین؟ اول دعایش ایسته و از قال ابراهیم، و در آن وقتی که گفت ابراهیم خلیل الله رب ای پروردگار اجعل هذا بلدا آمنا، بگردان این امیر شاری امن که مردم بالکل در این امن باشه، اجنا تشنج استراب پریشانی جنگ جدل نزاع کشمکش در این نباشه. بزرگترین دعا. دوم درسی که آیتا بر ما میده چی رقم دعا خواسته شود. ابراهیم خلیل الله اینجا واسطه وسیله ها نمیکنه، نمیگه که یا الله بروی آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، هود علیه السلام بگوی دیگه، یا بروی از یا چی بکو اینی شهر تو امن بگردان. میگه رب ای ذاتی که تربیت ما را میکنی، یکی از جمله نیازهای تربیتی ما ایسته که جای جای امن باشه، زندگی شوه، در اینجا مردم آباد شوه، در اینجا مرکز توحید جور شوه، کاری دعوت شروع شوه. این از جمله امو اجزای تربیت توسته. الله تو تربیت کو ما را. ربی میگه ربی اسماء و صفات الله را وسیله جور میکنه. قرآنی درس بر ما میده. دوم درس بر ما این میده. سوم چه چیز اولین نیاز مردم است؟ بگو. تا که امن نباشه تو عمل به احکام الله کرده میتونی، جماعت قائم میتونی، روزه گرفته میتونی، احکام الله را نافذ کرده میتونی؟ نمیتونی. یک موضوع تا که امن نبیه برنامه های تعلیمی و تربیتی تا هیچگاه پیش برده نمیتونی. تا که امن نبیه بنیاد اقتصادی تا برقرار نمیتونی. تا که امن نبیه مردم زندگی روزمره خدا پیش برده. اولین نیاز مردم امن است، در امنیت اهتمام داده شود. خیلی خوب، امن بسیار امر مطلوب است. مسلمان هم میخواه، کافر هم میخواه. امروز دنیا شعار اولش که مردم سرش فریب میده مسئله چیست؟ امن است. امن باید باشه. خو امن توسط چی میآید؟ امن توسط اسباب امن میآید، چیزایی که سبب و ذریعه برای امن میشه. هر قدر که اسباب وافر باشه، زیاد باشه، همیشه باشه، امو رقم امنم زیاد است، همیشه هم است، پایدار هم است. هست یا نیست؟ همونطور است یا نه؟ اسباب امن چی چیز است؟ اسباب امن بم اتم جور کردن، راکت، طیاره B-52 جور کردن، کامراها جور کردن که مردم مراقبت بکنن. کدامش از اسباب امن؟ شما بگوید دیگه. دنیا جهان امروزی ما ناتو با همین قدر قوت و قدرت خود در یک افغانستانی کوچک که یک نسوار نمیشه، با کلی نیروی خود اینجا آمده، با کلی نیرو، وسایل کنترلی هم داره، تیارات هم داره، اسلحه خیلی مخرب هم داره، شبکه های جاسوسی خیلی گسترده از وسایل هم داره، از مردم هم داره. در بین زنا جاسوس، در بین قاریا و ملاها جاسوس، در بین مردم متدین جاسوس داره نداره؟ داره. خب امن آمده؟ زدن در هلمند یک گل سوالی را امنیت آوردن نتونست ولسوالی مرجع که با مجرد نیرو پس برآمد. زول امام زړې تراوی بود، امام کنه تراوی کنه بود. امن آمده؟ شما در کابل در امن نستی؟ نه. شما خیلی به امن نستی، از اون سردمدارا کرده، از اون نیروها کرده. تو که پالویت مردم در شانه تام بخوره غمش نداری. خوب که 100 کیلومتر برش نزدیک میشی که تو آرام نشینی. فرق قطعی چیسته؟ بگای قطعی فیر میکنه.
چی میگه مرمیای پلاستیکی میذاره تا که بیش نبیا. امن کی آورده میتونه اسباب امن؟ اسباب امن کدام است؟ بزرگترین سبب امن عقیده است. چی است بگوی؟ امن عقیده میاره در جهان. امن عقیده میاره. عقیده با کی؟ با او اللهی که لحظه لحظه تو را میبینه، با او اللهی که باسقتی تو محاسبه میکنه، با او اللهی که همه قدرت پیشش است. بعد از دو تمرین عملی هم برات میده برای امن. نماز بزرگترین سبب امن است یا نه؟ چطور سبب امن است؟ کلگی در یک خانه جمع میشه، یک امام پیش میکنه، در یک صف استاد میشه. اینطور میگه یکی دیگه خدا الله اکبر، کلگی یک نفرم نمیگه که نه من کلان هستم. کلگی چی میگه؟ الله اکبر. کلگی در رکوع میره، کلگی نمی پیشانی که سرش ناز میکنه در سری خاک میگذاره، کلگی دستکای خدا اینطور بالا کرده. روزه امن سبب امن است یا نه؟ امون نفس طغیانگر مکمل کنترل شده از کلگی. از امون خاطر است که مسجد ها را پر میبینی پیشین در بالا مردم استاد میشه. خو غیر از رمضان مبارک اگر در پیشین مسجد پر کردی من دست خدا قطع میکنه. ولی در رمضان کارا و دفترها زیاد میباشه، در غیر رمضان در غیر رمضان کارا و دفترها زیاد میباشه. چطوری حالی پر میشه او دیگه وقت پر نمیشه؟ چرا؟ اینجاست که روزه کنترل کرد خواهشاته، نفس کنترل کرد، شیطان حالی بسته شده. خب امن است. درسی امن برات میگه سعی که کنترل کن. نفست میخواد موتری فلانی از ما، پیسه فلانی از ما، دکان فلانی از ما، نفس کنترل کن بیادرم. حج برات درس عملی میده از امن. میده نمیده؟ ما به جهان چلنج داده میتونیم، چلنج که در نظام اسلام امن وجود داره، عملا مساوات وجود داره، صمیمیت وجود داره، قانون رعایت وجود داره. یک نفر از قانون حج، از مراسم حج خلاف کرده میتونه؟ اگر پاچاست، اگر دیقان است، در مراسم حج میره امو سنگ گیره که یک چوپان میزنه، امو سنگ پاچام میزنه نمیزنه؟ امو توافی که چوپان میکنه پاچام میکنه، امو قربانی که چوپان میکنه پاچام میکنه. امنیت وجود داره یا نه داره؟ بالکل امن است، فضای صمیمیت برابری است یا نه؟ اگر هر قدر پاچاستی امو دو سفید، دو چادری سفید که یکی لنگ است یکی چیست، بگوی چادری تست در بدن تست یا نه؟ کلگی یکسان است یا نه؟ با جهان اعلان میکنیم که هیچ جهانیا اگر امنیت میخوای در اسلام است، اگر مساوات میخوای در اسلام است، اگر صمیمیت میخوای در اسلام است، اگر میخوای که نظم و دیسپلین است، در کجاست؟ ما روزمره در سال عسکرا را که مردم در یک مملکت تربیه میکنه که الله قطعه تشریفاتی است که الله زفت و پرودو که والله ارزای که ارزای که هرچه. ما بدون تعلیم، سایمن صاحب برای ما استاد نیست، هیچ تعلیم نداده، کل ما میاییم والله ارزای استاد هستی میانه با یک شکل. باز چی میشیم؟ در رکوع، بعد از دوده سجده، بعد از دوده کل نظم است. اسلام مکمل نظم است. صبح طلوع میکنه یک نفر خود یک گوشه، در یک خانه، در یک جای همین خطر خوب کنه که آب بخوره یا نان بخوره. قرار نیست دیگه، بند است، نظم است. با مجردی که آذان شروع میشه دهنی نیست که نجنبه. اسلام نظم است، اسلام دیسپلین است. سیاست چی را میگه؟ اینه میره میگه اگر تو میخوای که جهان شوه، انسانیت واقعا انسان شوه، انسانیت خود درک بکنه، در کدام نظام است؟ اسلام است. اسلام اول چیزی که اسلام میاره امن است. امن توسط عقیده میاره. ابراهیم خلیل الله اول دعای امن میکنه. بعد از او فکر انسان وقتی یک کمی آرام میشه که از نگاه اقتصادی مشکل نداشته باشه. کسی که از نگاه اقتصادی مشکل نداره بسیار به فکر آرام عبادت الله را میکنه، بسیار به فکر آرام. ابراهیم خلیل الله دام دعا میتونه میکنه. و از قال ابراهیم قابل یادآوری است در آن وقتی که ابراهیم خلیل الله میگه رب ای پروردگار اجعل بگردان هذا ای شهر بلدن، یک شهر آمنن به امن. در اینجا امن بلد نکره ذکر میکنه، در سوره ابراهیم معرفه ذکر میکنه. چرا؟ اونجا دعا بعد از جور شدن و آباد شدن است، این قبلا است. این شهر امن بگردان. اگر کسی سوال بکنه که وای در زمان حجاج خود در بین بیت الله کشتار شد، صحابه کشته شدن،
در زمان قرامتم بیت الله چی میشه؟ جواب برش میگیم که الله از دشمن بیرونی را امن گردانیده. یک آدم تسلیم که خانه برش بگو که دزد نزنه او خود ازی دزدی کنه دیگه چی؟ دعای ابراهیم خلیل الله خود قبول شده، خود که خود مسلمان او را جای امن نمیمونه، او جدا مسئله است که خودش نمیمونه. اینجا که هر قدر نارواکاری شد از دست دی کی شد؟ بگه مسلمان شد. ورزق اهله من الثمرات، روزی بده اهل ازیرا من الثمرات. ثمرات میوه را نمیگه اینجا، خوب مفهوم واسع داره. تمام روزی بده اهل ساکنای نمی حرمه من الثمرات، از هر نوع ضرورت های زندگی. شما آجیا بر شما علم است. کسانی که در مکه و مدینه منوره میره، در اینجا ابراهیم خلیل الله دعا کرده. با مدینه کی دعا کرده؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. چیزی از اموال دنیا، تولیدات دنیا نیست که در مکه و مدینه پیدا نشد. در کابل من شرط براتان میگذارم، یک روز جشن میشه. سابق میشد نه؟ در هتل نان خوش پیدا نمیشه. گروپ مردم در هتل‌ها دور میخوره، نان پیدا نمیشه. گوشت پس مردم چی میشد؟ این یاد ما بود. در روزای جشن افغانستان از ولسوالی ما می آمد در چاریکار، پس که می آمد کلگی چی را میکرد؟ شکایت گشنگی را که در هتل‌ها نان پیدا نشد. لکن عمیق قدر نفوس از جهان نه. در این مکه مدینه را بگذار، او خو یک دشت و بیابان کلان داره، بازار کلان داره. اما مکه خردترین جای دمیجا مردم چرا؟ یک روز یک حاجی خو بگه که چیز پیدا نمیشه، چیز پیدا نمیشه. برکت دعای ابراهیم خلیل الله را دیده. و اینجا میگه که از هر نوع ثمرات، اینجا مراد ثمرات چیزای ضرورت مادی و معنوی است. ابراهیم خلیل الله این دعا را کرده. در حرم حلقه حفظ است، حلقه تفسیر است، حلقه حدیث است. در اونجا که جای اعتکاف است، جای طواف است، جای نماز است، همه چیز برات آماده. امروز مرکز دین کجاست؟ کتابا در کجا؟ سایت ها از کجا جور میشه؟ نشر اشاعت دین از کجا میشه؟ از کدام مرکز میشه؟ این برکت دعای کی بود؟ ابراهیم خلیل الله. ابراهیم خلیل الله پیش نکرد دکه خورده بود که گفت الله که تو را امام بگردان. گفت اولاده مرام چی کو امام بگردان. الله گفت که طور مطلق توی مکه انعام کرده بود، تو گفتی کلی اولاده. نه، کلی اولاده نیست. طور اولاده تو پیدا کنی که پاچایی پدر دا چی کنه؟ دا قمار ببازه. اینطور اولاده پیدا میشه، کلگی طور نمیشه. این دفعه که دعا میکنه بسیار احتیاط میکنه ابراهیم خلیل الله. چی میگه؟ من آمن منهم، کسی که ایمان داره، منهم از اولاده ما، از اهل همین شهر، از اهل همین شهر کسی که مؤمن واقعی است، الله برشان چی بگو ثمرات ارزانی کن. بالله که به الله عقیده داره، و الیوم الاخر، به روز آخرت عقیده داره، کسایی که مؤمنای واقعی است. الله به ابراهیم خلیل الله عالی فرمان میده. سعی کنید. ابراهیم خلیل الله است، اما در دعای خود خطا میشه. چی میشه؟ در اول عموم امر میکنه، در دوم خصوصا. حالا که در اول خصوص تقاضا میکنه، در دوم عموم تقاضا میکنه. اشاره به چیست؟ یکی نعمتهای دنیا است، یکی نعمتهای دین است. نعمتهای دین به هر کس داده نمیشه که هر کس بخیزه دعوا بکنه. چرا؟ این نعمت خیلی شایسته و بزرگ است. بلکه جهان که الله پیدا کرده برای این امتحان که در دین کی پیشتاز میشه، کی کامیاب میشه. یکی نعمتهای دنیاست. در نعمتهای دنیا عموم است. الله حتی از کافر نعمت خدا منه، بلکه در امور دنیا، متاع دنیا و نعمتهای دنیا کافرها خیلی زیاد فراوان داره یا نداره. از همون خاطر الله ابراهیم خلیل الله میگه که اینجا قید چرا گذاشتی؟ این خو که تو میگی ثمرات، ثمرات چی هستن؟ که ضروریات زندگی انسان ها. ضروریات زندگی انسان ها را به کافر ها میدم، به مسلمان ها میدم. خب بله فرق داره. از این نعمت های الله هر دو طایفه استفاده میکنه. خب یک استفاده درست میکنه، نعمت دنیا را وسیله برای عبادت الله، برای معرفت الله، برای شناخت الله، برای از این استفاده عظیمی برای آخرت خود میکنه. کافر حیوان ماری خوردن و نوشیدن میکنه. ما براتون در فلسفه بسم الله گفتم یا نه؟ وقتی لقمه را مومن بالا میکنه بسم الله میگه، اظهار چی را میکنه؟ که یا الله بنده عاجزت هستم، همین لقمه به توفیق امدادی که تو برای مجور شده، ما عیار شده، از این خاطر من بنده عاجز هستم.
کافر نعوذ بالله نادیده میگه امو تو آمد مثل یک گو مرکب بارید دور از مسجد و قرآن کریم شروع کرد غرم خورد. اگر همینطور ما بسیار احتیاط بکنیم، حتی در خوردن خود، حتی در رفتن خود، در هر معامله به استعانت و کمک الله تبارک و تعالی کار کرده میتونیم. زبان ما که میگرده به استعانت کی میگرده؟ الله تبارک و تعالی. از خاطر بسم الله گفتم، در اول بسم الله گفتم، اظهار عاجزی خدا کردم. نه انسان فرق شوه مؤمن و کافر. هر مؤمن در هر لحظه محتاج به کیست؟ اعتراف به احتیاجی خود به پیش کی میکنه؟ الله میکنه. تکبر نکنی، خدا کلان نترشی. سایسته که حالی بیرونه چکا مانده است، چند دانه بادیگارد داره و بی اجازه حالی تو دم میمون خانه مانده نمیتونی که بیایم در چار تا که وقت برات میاثر شوه. باز یک کمی سیاست کو کسی را که اینطور میکنم زوری خدا نشان بدین. نه مؤمن طور نیست. مؤمن لحظه به لحظه محتاج کیست؟ عاجز خدا میدانه. اگر پاچاستی، اگر وزیر، اگر رئیس هستی، اگر هر کسی هستی، عاجز هستی، محتاج به الله است. اینی را مؤمن میگه. کافر واری نباشی که الله را فراموش بکنی. از همون خاطر الله تبارک و تعالی اینجا به ابراهیم خلیل الله چی میگه؟ قال الله تبارک و تعالی میفرماید ابراهیم خلیل الله کدام قیدایی که تو گذاشتی که کسی که مؤمن است، یعنی به الله و روز آخرت ایمان داره واره تو همین ثمراتش، همین ضروریات زندگی را برش مهیا بکو. نه اینطور نیست. قال و من کفر، کسی که انکار میکنه از توحید از روز آخرت، فامتعه مورا، نفهمیدم دمی دنیا قلیلا، خیلی مدت کم. چرا دنیا عمرش کم است یا زیاد؟ معلوم میشه که اگر 100 سال زنده استی، هر جای نعمت و باغ به خود جور کردی، بازم چیست؟ کم است، خیلی کم است. تنها در زمان ما از زمان پیغمبر علیه السلام تا آلی را چند سال شد؟ 1400 سال تیر شده. و برای تو چقدر عمر میسر میشه؟ انتهایش 100 سال، 120 سال. 120 سال چی چیز است؟ خوب تیر کردی. خب الله چی میگه؟ ثم اضطره، بعد از او میکشانم میرسانم، یک مانا. ثم اضطره، باز بزور میبرم، به ټیله میبرم، الی عذاب النار. امی کافره که امی طور حیوانوار زندگی را اختیار کرد، مقصد زندگی خدا نفهمید، هدف آمدنش در دنیا نفهمید، امی طور خورد و صبح برآمد بیگاه بری خود مهیا کرد، خو کرد، نه الله را شناخت، نه عبادت الله را. بسیار سخت است. کافر خود کافر است، ولی و به حال او مسلمانی که صبح بیگاه میشه الله اکبر نماز نمیخوانه. رمضان آمد خو شراب شروع کرده بود، نعوذ بالله، او کل عمر در معصیت تیر میشه. انسان الله میگه ثم اضطره، بعد از ناچار میسازم شب بردن الی عذاب النار، بسوی عذاب آتش. چرا عذاب آتش؟ به خاطری که این کل کائنات الله بی هدف پیدا کرده. کل کائنات در خدمت تو باشه و تو هیچ مسئولیت نداشته باشی؟ قطعا باید داشته باشی. کل کائنات در خدمت تو و تو در خدمت الله، خدمت دین الله، فرمان الله، دستور الله. تو انسان باید بدون دو نشو. و بیس المصیر، خیلی بد جای بازگشت است همی آتش. الله ما را نگاه کنه. و اذ یرفع ابراهیم القواعد، خب ابراهیم خلیل الله برای آبادی دعا کرد. آن چیزی که مورد ضرورت اهلش بود تو را از الله خواست. دیگه چی میکنه؟ حالی خود به دست خود اوجا خوب دعا کرد که الله رزق و روزی مردم وافر بسازه. خب برای آبادی دین خودش اقدام میکنه، راه عبادت و بندگی را ابراهیم خلیل الله برای ملت خود میگذاره. خود چطور دعا میکنه؟ چقدر عاجز است. و اذ یرفع ابراهیم القواعد، قابل یادآوری است در آن وقتی که بلند میکرد ابراهیم علیه السلام، در آن وقتی که بلند میکرد ابراهیم خلیل الله قواعد یعنی تهدابای بیت الله را. معلوم شد که تهدابا سابق بوده. چرا؟ به نزد بعضی مفسرین میگه ایرا ملائکه آباد کرده، بعضی میگه آدم علیه السلام آباد کرده. خدا طوفان نوح این دیوارا از بین رفته بود. پس توسط ابراهیم خلیل الله آلی آباد میشه. عمود دیوالای سابقیش وجود داره. در آن وقتی که بلند میکرد ابراهیم خلیل الله القواعد، تهدابای من البیت، از بیت الله را، و اسماعیل علیه السلام قطع شریک بود. خب معمار ابراهیم و خشت دادنی اسماعیل علیه السلام است. چی میکردن؟ چی میگفتن؟ ربنا پروردگاری ما
ای ذاتی که ما را تربیت کرده ای، ما مصلح و مدبر مالک و متصرفی ماستی، تقبل منا، ای عمل ما را قبول کو. سری عمل انسان اعتماد نکنه. آیت قرآن برای ما درس میده، بسیار درس میده. من که براتان میگم که ما ملت در بدر هستیم، بگوی در بدر یقینا هستیم، چرا که طریق بندگی را یاد نداریم. میکنیم عمل باز برباد میدیم عمل خدا. ابراهیم خلیل الله بیت الله را آباد میکنه برای اسماعیل علیه السلام. خو خوفی از این را داره که سیسته که بیت الله را آباد میکنیم، خواهی به نزد الله قبول است یا نه، اخلاص و صداقت در این وجود داره یا نه. از همون خاطر انسان اعتماد سری عمل خود نمیکنه که آیا مقبول پیش الله تبارک و تعالی هست یا نه، باید عاجزی بکنه. داخلی عمل خود عاجزی بکنه. ما شما که در قاعده میشینیم چی میگیم؟ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره وقینا عذاب النار. از 4 چیز تعوذ یا پناه میجیم. اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنه المحیا والممات و من شر فتنه مسیح الدجال. دیگه دعاها را میگیم، عاجزی میکنیم که الله این به توفیق تو عبادت انجام داده. عبادت خو انجام دادم، اگر یک دفعه گفته شود که قابل قبول نیست، این کل زحمت و خواری ما همونطور هدر میره. الله باز ما چطور خود خلاص کرده بتان، منجات داده بتانم. معلوم شد که در خاتمه هر عبادت عاجزی به الله تبارک و تعالی کردن است. ابراهیم خلیل الله میگه ربنا پروردگار ما مالک و متصرف ما، تقبل منا، از ما قبول کو امی عملی ناچیزی ما را. چرا تو قبول کو؟ انک یقینا تو الله انت تو نکسی دیگه السمیع شنونده است دعاهای ما را. کل فریادی که داریم، این نیازی که داریم تو میشنوی. العلیم میدانی اخلاص، صداقت، اراده، مقصد، حاجت ما را کلش بدری تو معلوم است. و این دو صفت در یک کسی دیگری وجود نداره غیر از تو، کسی دیگری نه ملک نه پیغمبر نه ولی شنونده نیست فریاد ما را بلا اسباب میشنوه نمیشنوه. ابراهیم خلیل الله برای ما توحید در صفات الله را برای ما درس داد. یکی از صفاتهای الله سمیع است بلا اسباب. هر قدر من رای دور باشه، هر قدر صدای خرد باشه الله میشنوه. خب غیر از الله دیگه کس میشنوه؟ قطعا نمیشنوه. پس کسایی که به زیارت آواز میده یا سخی صاحب، به خاطر از این شرک است. چرا که بلا وسایل سخی صاحب او وفات کرده، نمیشنوه، شنیده نمیتونه. از کجا دلیل داره؟ به خاطر که ابراهیم خلیل الله میگه انک تو الله انت تو نکسی دیگه. کلمه انت بازینه چی معنا داره؟ تو نکسی دیگه. اگر به ملت ابراهیم خلیل الله است همینطور عقیده داشت ابراهیم خلیل الله، السمیع شنونده استی فریاد دعا آواز ما را، العلیم میدانی حاجتهای ما را، اخلاص ما را، عقیده ما را کل بری تو معلوم است. دیگه کس علیم است؟ دیگه کس سمیع است؟ خیر دعا را چطور از الله طلب نکنیم به غیر الله؟ یا فاطمه زهرا، یا ابوالعباس، یا فلانی بابا صدا کنی. دیگه با کی صدا میکنی؟ برای چی صدا میکنی؟ چه عقیده داری؟ آیا عقیده داری که میشنوه؟ عقیده داری که علم داره؟ اگر این عقیده را داشتی نظر به این آیت قرآن کریم، عملی تو شرک گفته میشه، خودت مشرک میشی. خودت مشرک میشی. این قرآن برای ما میگه، کسی دیگری نمیگه. درس داد برای ما حاجی صاحب، خیلی پیسه را مصرف کردی بیچارگه گیجه خو، کتابم نخوندی، تعلیمم نرفتی، اونجا بل میلی خود تمامی روز گم است، شلستری رفیق دیگه خود. بیا بریم در غار حرا، بیا بریم در غار ثور، بیا بریم در فلانی مقبره، بیا بریم در فلانی جای. او چیسته؟ آلیا جای ما خود تلفن است. تلفن چی طور است؟ اینجا دیگه بچه کاکا داره، ماما داره، بیادر داره، اولاد داره، زن داره. هی دیگه حالی که خفه نشه و مردکه تن السلام علیکم، کجاستی؟ خوب هستی؟ جور هستی؟ نه خوب است. حالی بیخی خوب هستی؟ بیخی خوب هستم. ان شاء الله این در حرم روان است. در حرم هم در عبادت حاجی را نمیمانه. کلی عمر حاجی جواب دادن مردم است. جواب دادن مردم است. هم دینداری ما، هم حاجی دینداری ما، حاجی دینداری ما این کار را میکنه. او یک تعداد حاجی ها خو اینجا فلانی خو الا گوسفند میاره، فلانی خو یک سیر بوره میاره، فلانی خو ایره میاره. چی بگیرم؟ کلی عمر در بازار تیر کردن. به این انگشتر بگی، به این فلانتر بگی، به این کلانتر بگی، به این سلور بگی. اینمی فقط عمر. او برادر کابل پر است از همین چیزا. چی ضرورت است اونجا پشتکی کرده؟ یک کی برات گفته؟ حاجی را مردم امداد میکنه. در حج میری؟ بله.
آجی صاحب بیگه می 500 روپر از طرف ما که دمی سفری تو خمم انشالله قطعی تو شریک شوم، نشوه که تو پایمانده شوی پس مانده شوی بروی همینجا نانی تا قطعی ازی بخوری. آجی صاحب افغانستان چی میکنه؟ از این طرف که جناب روان میشه حالی میمانی ها شروع میشه، آجی صاحب ده حج میره حالا خانه به خانه گشتک شروع میشه، از همینجا شهرت و سمعت شروع میشه. قبل از اینکه رفت آجی صاحب برش گفته رایسته جناب محترم این دیگه خوش است، میمانی ها زده رایسته تا کی تیاره برابر شد. تیاره که برابر بشه چه قدر است؟ که بچه کاکاست و مام است و خسر برسته و که موتر است کشوفش کده اونجا در میدان ببرشه. جناب به حج میره، به عبادت الله میره، از نماز که عبادت بزرگ دیگه نیست. رفته گم کو دیگه کارایش خو بگذار. اوجا مولی مصطفی را سوال کنه، میگه یک نفر بود حتی در عرفات نمیرفته، ما رفتاده بود. من برش گفتم حاجی صاحب بزرگترین فرض حج استاده شدن در عرفات است، یک وقتی خاص داره که دمی استاد نشوی حج نمیشه. میگه برو یک کسی در حج رفته بود که ازدحام و انبویی را زیاد دیده بود، رفیقم نداشت بیچاره، به الله معلوم که در کدام جای خو کرده بود پس آمده بود. باز میگفت والله مسلمون در حج نبره، میگه خدا مسلمون در حج نبره، تکلیفا را زیاد دیده بود. خب پس کی میآید؟ آجی صاحب کجاست؟ تیاری تن حرکت کرده نکرده. اوه برادر خو یک روز اینجا میآید در اونجا در ایدگاه پایین میشه، در ایدگاه تکسی واناست که عذر برش میکنه، عذر هر چیزیش در بسته به خوشحالی در خانش میرسانه، هیچ حاجت به تکلیف تو نیست، ازدحام تو نیست که اونجا مخلوق شوه مردم شوه. امو سابقه در شهر که کدام تکسی واناست امو هسته؟ نه آجی صاحب رسید کجاست؟ در دوبای. کجاست؟ در میدان تاش. قومیست که همینطور روان است. حالی یک قوم خب باز موترها چی داره؟ زیاد داره. یک آجی صاحب 100 داره موتر. بازی را وقتی که آجی صاحب اونجا که پایین میشه که گلا در دست گرفته مردم، و برادر این دو خونیست که عروس جور کرده گلا را در گردنش انداخته است. در کدام دین است گل انداختن؟ گل در گردن عروس انداخته میشه در گردن آجی؟ در کدامش انداخته میشه؟ بگویه کدام دین است یا خو بگویه برای ما بگویه. آجی صاحب حجی تو قبول شده که مردمی قدر اعزاز داده تو را همه خوش هستی که تو باید بسیار به گریان پس بایی. خصوصا طواف وداع به خاطر چیسته؟ تو اینطور سرزمین ترک میکنی که یک نماز یک لک نماز بود، خبر بودی یا نه؟ از اینطور مجموعه تو پس در وطن میایی، از اینطور جای مقدس تو پس در وطن میایی که باید آب دیده تا اینجا را ریخته بره، تا اینجا را. حاجی صاحب نکنه، دینی نیست، به الله قسم دینی نیست. به محضی عملتان کلی حجتان برباد میشه. بعد از او که این موترها شروع میشه بس دیگه که یکی از دیگه پیشانه میشه داز یکی دیگر یک نفر کشته میشه. مردم ها قومی کل در اوضاع است. حالا چرا؟ چی ضرور است؟ هارن کردن است، پیشکانی است. اونجا که میرسه جناب حاجی صاحب اولین کاری که میکنه چی میکنه؟ گوسفند ددانی دروازه اولی غژی طرف حلال میکنه. جناب حاجی صاحب کدام دین است؟ تو کدام شرک میکنی؟ او طوری گوسفند گوشتش حلال است یا حرام؟ این ما اهل به لغیر الله است. اینا بدانی گوسفندی که در پای عروس حلال میشه، گوسفندی که برای عذرخواهی به کسی برده میشه، گوسفندی که در پیش پاچه حلال میشه، گوسفندی که در پیش حاجی حلال میشه، این حرام است، حرامی که به نص قرآن است. امیال ایران مردم امیار میخوره نمیخوره. خود چطور دین بیان کرده علما؟ باز که بیشین دیگه مولا نبود. ایره چی میکنه؟ بچه مولی صاحب شاهد نام داره همینجا هسته. در روز عید دوستش میبره در خانه که خیلی عزتمندی از ایره بکنه، خونه پخته کرده از قربانی را آورده برش. خونه مردم خونی قربانی، او خونی که قرآن میگه انما حرم علیکم المیتة والدم، خونی که در وقت ذبح میبره چی است؟ حرام به نص قرآن. این حرامی در تمام تاریخ و ادیان است. این حرام اصولی میگه. مسلمانای ما تعالی را ثواب گفته این را میخوره، میگه خونی چیست؟ قربانی است. یعنی مسلمان هستیم، یعنی دین ما بود، یعنی علما بود. باز وقتی گفته کی خو حرام است؟ نه کی گفته؟ حرام است برادر. قطش تا پیش ملام رفته، ملا را گفته که چی طور است؟ حرام است. چرا نمیگیره؟ والا مردم
از مردم میترسیم. عجیب گپ است. حرام قرآن آدم بیان نکنه که از مردم میترسیم. این کدام عالم است؟ این کدام دین است؟ و چطور قابل اقتدا باشه؟ قابل اقتدا ابراهیم خلیل الله است. میخیزد در مقابل نمرود، میخیزد در مقابل قوم. دینتان دین نیست. به این بوتا سجده میکنه که نه نفرستانده میتونه نه ضرر. ما بیزار از این عبادت شما. اگر تو واقعا به ملت ابراهیم خلیل الله باشی، تو عالم باشی، همین کار رو میکنی. بیبی دیگه عالی. ربنا تقبل منا. ابراهیم خلیل الله بیت الله را اساسش بالا میکنه، دیوالش. او عاجزی میکنه که الله قبول کنه و تو باز عاجز دیگه ایجا شروع میشه. زن و مرد مختلط است. زنالی روی نمیگیره، دستی از ایره زن میگیره، در دستی خود بوسه میکنه. عایشه رضی الله عنها چی میگه؟ دستی پیغمبر دستی زن مسح نکرده، در حالی که پیغمبر پدری کلگیست، از زن و مردی ماست، حیثیت پدر داره. ازواجش مادرای کی است؟ بگه مؤمن است. خود تو آجی صاحب دیگه حالی جوان آمستی زنامیا چرا او مرده که تو خو یک دفعه بیبی بعد از او دیگه بیشی حالی قناعت کده چیره بگه جای نماز ها را تسبیح ها را خلاص دیگه بسته قوم 3 روز 4 روز 5 روز 10 روز نه در دکان برو، معلم نه در مکتب برو، مامور نه در دفتر برو، فلانی خان از اجا آمده، فلانی خان. به الله قسمه یک روز درس معلم که قضا میشه به نزد الله جواب میده که یجید قبول میشه یا نمیشه. یک روز دفتر تو قضا کنی تو خبر داری؟ باز دیگه جای نماز توضیح کن برکی باز اوجا خفه میشه بیرون که میره این زنی شیطوری چی عجیب بود. همینطور میگه نمیگه راستی تا نمیگه سعی کن فرق آورد. ایره اوله چی رقم جای نماز داد، ایره مرا چطور داد. این گپش پشتی سرش است، پشتی سرش است. شما باور به الله بکنه. برای ما خود حاجی گفته در پیشش رفته بودیم گفت یک حاجی مرا گفت مولوی صاحب که این حج تا حالی را تکمیل نشده تا که در مزار نروی. انا لله و انا الیه راجعون. او مردم عقیده داره که در مزار نروی حج تکمیل نمیشه. از نصف حاجی افغانستان سوال کنه اگر رفتن در مدینه را جز حج ندانست ما دست خود قطع میکنم. حالا که حج مراسمش تنها در مکه تکمیل میشه، در مدینه رفتن جز اجزای حج نیست. اونجا مردم به خاطر نماز خواندن در مسجد نبوی میره. به تابعیت رفتن مسجد نبوی زیارت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم میشه. اما مستقل برای زیارت رفتن در حدیث امان آمده خود دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشد رحاله الا الى 3 مساجد. سفر کرده نمیشه، بستر بسته نمیشه سری مرکب تا که سفر شوه مگر به 3 مسجد. برای قبر مبر نیست، حتی به قبر رسول الله سفر کردن نیست. ولی برای آجایتان سوال کنی که چه عقیده داره، برای چی در مدینه رفته، چی میگه اونه مردم دیگه تان. خب من برش با حاجی صاحب گفتم که حاجی صاحب تو اگر از عقل خود کار میگرفتی، حاجی صاحب میگفتی که ما تو خود سخی صاحب رفته میتونیم. او کسی که از افریقا آمده بود چطور کنه در سخی صاحب؟ او کسی که چیستا در سوریه زندگی میکنه چطور کنه؟ خب بله خب جواب گفتم میتونه، در این وطن جواب گفتم میتونه. چرا؟ میر فخرالدین آقا نگفت؟ میر فخرالدین آقا گفت که سخی خو یکی از خو نورش هر طرف است، پایگاهش 1 لک پایگاه داره. در افغانستان شای مردان است، کارت سخی است، پایگاه است. یک جای پایگاه ابوبکر را ندیدیم، یک جای شای ابوبکر شای مردان را ندیدیم، یک جای پایگاه عمر نه، یک جای پایگاه عثمان نه. قدم که میزنی در هر دره و کوچه و کو بگوی سم دلدل، بگوی خوجه غاری ولی، شای مردان، پنجه چیناری فلانی. عجیب گپاسته. این کدام دین است؟ کی آورده؟ تو ثابت کو که علی رضی الله در افغانستان قدم زده برای من؟ و تاریخ ثابت کو. الله اکبر. عجیب است. چرا ما دین از کجا یاد گرفتیم؟ باز میگیم پابندی قرآن و سنت. قرآن و سنت تا رو نشناختیم. کجا بود قرآن و سنت؟ گپی ما در سر حاجی صاحب بود که حاجی صاحب پس میگی بی تکلف کسی از پیش داغا نشود. قرار در خانه خود داخل شو خیر و خلاص. نماز خوانده کسی نامد مبارکی نداد، گلا را در گردنت نانداخت، روزه را گرفتی نانداخت، بگوی زکات دادی نانداخت. یک فریضه نمی بود، یک فریضه حج است.
در عربستان در اون مملکت ها کس از کس خبر نمیشه کی حج کرد کی حج نکرد. این معاملات در کجاست؟ در پاکستان بگه، در افغانستان دیره میجه خلاص در بدر شود. آلی این عملی تو چی شد آجی صاحب خبرداری؟ این عملی تو مانع حج همسایت شد. همسایت 2 لک افغانی داشت، تکیت تیاره مصرفی او جره مکمل داشت که پس بیاید، لیکن تو اینجا مصرف ده 7 لک رساندی، 5 لک دیگه اینجا مصرف جور کردی. بیچارگاه کی چرت میزنه که ما لیست خدا بدم، والا دیگه ختم از کجا کنم؟ اینقدر جای نماز چطور بخرم؟ این موترا گل پوشوا یالی چطور کنم؟ تو کدام کار انجام دادی؟ ملا صاحبا باز خوش هستن. چرا با ملا صاحب همون جای نمازی چی؟ خبش من خودم نمیگیرم جای نماز میگرفتم در بعضی اوقات. خب با مردم توصیه میکردم که نکنه امی گپ. بعد از او قطع کردم که مردم دلیل میگیرن این عملی ما را چی میکنم؟ او را وقتی گرفتن که با الله قسم اوریسه بس دل برد آورده، از دل نبیار که با ما آوردی به دیگر. من پسان فهمیدم که باز دیگر هم نیاره. اگر من مولیستم خود دیگه آجیست، دیگه وکیل است، دیگه استاد است، دیگه مدیر است، کلگی یک گپ داره. دیگهش بچه کاکاست، دیگهش بچه خاله است، بازم او گپ میشه. نه ساده الله کلی ما را توفیق بده اینمی رقم حج بکنی. خوب که هیچ کس آگاه نشه. عبادت الله را کردیم الله قبول بکنه. از امو خاطر تراویح که کشوفش داشته باشه در ختم او را مرد کردم. چرا رد کردم؟ ابراهیم خلیل الله بیت الله را جور میکنه، عاجزی میکنه. آلی دیگه کشوفش نیست. مسجد ها شما فلانی مسجد ختم داره، یکی بری که خورده است، کلان است، دیگه بار است، کی چاکلیت آورده، کی خلطایی چی است بگه چی میگن زردالوست، کی خلطایی دیگه کی خربوزه است. مسجد قوشخانه جور میکنه، خان می باشه، درب می باشه. بیا این طرف کویره اون تو کو. مساجد الله هست، این مسجد این قوشخانه نیست. در اینجا عبادت الله شوه. الله تبارک و تعالی رحم بکنه که حقیقت دین ما درک بکنیم. ربنا واجعلنا مسلمین لك. باز دعا میکنه پروردگار هر عبادت تعلیم داد بر ما که عبادت وقتی قابل اعتبار است که مقبولی الله تبارک و تعالی بگرده. از همون خاطر حدیث پیغمبر میگه انما الاعمال بالخواتیم، عمل به اعتبار چیست؟ خاتمه است که در خاتمه قبول میشه. ربنا واجعلنا مسلمین لك. دعا میکنه ای پروردگار ما واجعلنا ما را بگردانه. این سوم دعاست. کدام سوم دعاست؟ چی دعا میکنه؟ پروردگار ما را بگردان مسلمین لك، پابند و تابعدار نظام تو. کدام نظامی که تو روان میکنی ما را تابعدار از او بگردان. و من ذریتنا، از اولاد ما امتا مسلمه لك، یک جماعت که مکمل پابند نظام تو باشه. الله دعوت ما را آتشش خاموش نسازی، روشنیش خاموش نسازی. در عمره در جمله ذریتای ما یک جماعت پیدا بکنی. پیغمبران میگه لا تزالو چیسته فی امتی طایفتون فی امتی، همیشه یک طایفه امتی ما هسته که چی است؟ قایمین علی الحق، همیشه پابندی چی است؟ دین است. این دینی طور نیست که مردم بدعت کلگی بدعت شوه. یک نفر سر میکشه، یک جماعت پیدا میشه که لا یخذلهم چیسته من خذلهم، که یارا ذلیل نمیتونه، حقیر نمیتونه کسی که در صدد ازی میشه که یارا ذلیل بکنه. نمیتونه ذلیل. یقینا دیدیم ما یقینا که ذلیل نمیتونه. اولا یخافون لومة لائم، از کسی هم نمیترسه که یارا ملامت میکنه. امروز ملامتی ها زیاد است یا نه؟ شما که عمل به سنت رسول الله میکنه چقدر تاپا سرتون نگانده میشه. مقبره رقم جدا میکنه. در این روزای پیش یک زن وفات کرده بود، اولادش اسقاط نکردن. قوم در مسری مقبره اعلان کرد که دیگه از ما شما چی؟ خطا بود. بره بخیر. چرا؟ که تو عمل به سنت رسول الله میکنی، بدعت عمل نمیکنی، ما دیگه قطعت چی نداریم. خب قرآن کریم میگه این جماعت الله اینطور قوت میده، قلبش اینطور مستحکم میکنه که در برابر اینی میگه پا ادناترین تردد خرج نمیده، یک پایش متزلزل نمیشه. الحمدلله موحدین قوم بالکل کشیده، در مسجد نمانده، در جنازه شریک نشده. خب موحد مانده. موحد چی مانده؟
ما همین قدر قبول نکنیم؟ انبیاء علیهم السلام سابقه ما شخصیت بزرگوار و والا ابراهیم خلیل الله و بعد از او محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. یارا مردم دا وطن نمان، دیگر خو بگذار، قومیداری را بگذار، حق زندگی را در خانهش برش نداد. برای ما باید نده خود سری دین چی بکنیم؟ قربانی بدیم، غیرت بکنیم. باید همینطور باشه. ابراهیم خلیل الله دعا را کرد، الحمدلله یک جماعت پیدا میشه مسلمه. بزرگترین تنظیم ما کدام است؟ اسلام. مذهبی ما کدام است؟ تو در کدام مذهب هستی بگو در اسلام، بس دیگه مذهب وجود نداره قطعا. وقتی که برات گفتم مسائل فروعی کدام مسلکه، هر عالمی که رأی و نظریه اجتهاد یا استنباطش موافق حدیث یا چی سازگار با حدیث پیغمبر باشه امور میپذیره. از هر کس کی باشه در مسائل اجتهادی، در مسائلی که نص وجود نداره، اجتهاد، عرق ریزی، کوششی هر عالمی که ولو هر کس باشه که با قرآن و حدیث قرین موافق باشه امور میپذیرم. گپم است. و ارنا مناسکنا دو معنا داره، نشان بده برای ما سه معنا، بلکه برای ما نشان بده مناسکنا اعمال حج ما را که ما در حج کدام مراسم انجام میدیم. و تب علینا رجوع رحمت بکو در انجام همین عبادات و مراسم حج. اگر از ما قصور کوتاهی میشه الله تو رجوع رحمت سر ما بکنی، برای تقاضای رحمتی از ما بپذیری. الله اکبر، چه عاجزی بزرگ است. عبادت میکنه اما میگه الله اگر از ما نقصان میاد تو از این ذاتی که رحمان هستی تو بپذیر. دوم ترجمه و ارنا برای ما نشان بده مناسکنا جاهای حج ما را که کدام جای عبادت حج شود. و تب علینا رجوع رحمت سر ما بکن. این دو ترجمه. سوم مناسک راه و روش عبادت است. خودی مناسب کلی عبادات هم میگه. و ارنا ما را نشان بده مناسکنا عبادات ما را کلی عبادت را یک. و ارنا مناسکنا دوم نشان بده ما طریقه و طرز عبادات ما را. معلوم شد که ابراهیم خلیل الله میگه عبادت برای خود طرز و طریقه داره، خود آدم ساختن نمیتونه. پیش گفته بودیم که اصل در عبادت چیست؟ توقف. چی است بگوی؟ ما از خود ساخته و پرداخته نمیتونیم، وقتش تعیین نمیتونیم، مقدارش تعیین نمیتونیم، جایش تعیین نمیتونیم، کیفیتش تعیین نمیتونیم تا که شریعت برای ما تعیین کنه. کی تعیین کنه بگوی؟ شریعت. ابراهیم خلیل الله امی دعا را کرده. نماز بخوانیم کیفیتش چی رقم باشه؟ حج میکنیم کیفیتش چی رقم باشه؟ روزه را میگیریم کیفیتش چی رقم باشه؟ کدام وقت باشه؟ نه. معلوم شد که عبادت ها از طریق شریعت تعیین میشه. و تب علینا رجوع رحمت بکو بالای ما انک انت التواب الرحیم. یقینا تو الله انت تو نکسی دیگه التواب بار بار رجوع رحمت میکنی یا بار بار میپذیری توبه ما را. الرحیم و رحم کننده استی که کسی توبه بکنه بعد از او رحمت شامل حال از اوسته. یعنی هر قدر قدم پیش میمانه الله تو هم مهربانی تا زیاد قدم میری. ربنا و بس فیهم رسولا. امت مسلمه جماعت مسلمان وقتی سالم باقی میمانه که رهبری سالم داشته باشه. کی داشته باشه؟ رهبری سالم داشته باشه. ابراهیم خلیل الله رهبری سالم دعا میکنه، وظیفه‌ش هم مشخص میکنه که رهبری سالم چی وظیفه و مسئولیت داره. ربنا پروردگار و بعث بفرست فیهم دبینشان بفرست. فرستادن را میگه اصل از قبر زنده شده نمیگه، بعث بعد الموت که میگیم نه، پس از مرگ بگوی زنده. اینجا پیغمبر چرا میگه که بفرست؟ کس خود نمرده بله جامعه مکمل مرده، تمام تاریکی ها جامعه را فرا گرفته، اخلاق مرده، اعمال صالح مرده، عقیده صحیح مرده. پیغمبر میگه نمیگه پارا پس چی میکنه؟ زنده میکنه. ربنا پروردگاری ما و بعث بفرست فیهم دبین خودشان. چی را بفرست دبین خودشان؟ رسولا یک پیغمبر منهم که از جنس خودشان باشه، یتلو که تلاوت کنه علیهم بالایشان آیات که آیاتای تو را، و یعلمهم الکتاب تعلیم بده برشان کتاب، والحکمت اسرار مسائل دانشه، والحکمت حدیثه، و یزکیهم یارا پاک بسازه دا عقیده دا عمل دا اخلاق. انک انت یقینا تو الله نکسی دیگه العزیز و زبردست ذات استی، مانع اراده تو کسی شده نمیتونه. الحکیم و حکمت والاستی که تو جهت امتیازات میشناسی که چه قسم پیغمبر بیاید.
ابراهیم خلیل الله دعا کرده که یک شخصی را دعوتگر در بین جماعت بفرست. چه مسئولیت داشته باشه؟ تلاوت کتاب الله، بعد از او تعلیم کتاب الله، حکمت، بعد از او تزکیه. از این 4 نقطه تعبیر به تعلیم و تربیه میشه. چی میشه؟ تعلیم و تربیه. در قرآن کریم 4 آیت امی رقم می آید. تنها امی آیت است که به ترتیب طبیعی ذکر شده. اول تعلیم، بعد از او تربیه. 3 آیت دیگه اول یتلو علیهم کتابک و یزکیهم آمده، تربیه را مقدم ذکر میکنه، اشاره به این میکنه که اصل هدف چی است؟ تربیه است. انسان ها هم به تعلیم ضرورت دارن، به تربیه. خود تربیه فرع تعلیم است. تا که تعلیم نباشه تربیه. خب اصل هدف ارسال پیغمبرها، روان کردن پیغمبرها چی است؟ تربیه دادن انسان ها. انسان ها را بگوید انسانی واقعی ساختن. انسان ها را چه رقم انسان ساختن؟ بله، یک زندگی صحابی را مطالعه کن، اوائلش و آخری زندگی صحابی را مطالعه کن که صحابی در اول چه رقم زندگی داشت، عقیده چه رقم داشت، عمل چه رقم داشت، او اخلاق چه رقم داشت. و یک مرتبه در اواخرم یک صحابی را تو حال زندگیش مطالعه بکن که حالی چی عقیده داره، حالی چی عمل داره، حالی چی اخلاق داره. پیغمبر معاشره خود که صحابه کرام بود در کدام معیار ساخته بود؟ بیای قرآن خو میگه که هدف روان کردن پیغمبرها تربیه است. تربیه بعد از تعلیم است. پیغمبر تعلیم داده، بعد از او تربیه به وجود آمده. آل انسانای واقعی گشته، انسانایی که معیار برای ایمان دیگران، اعمال دیگر، اخلاق دیگران گشته. اگر دیگران به مثل ایمان صحابه، به مثل عمل صحابه، اخلاق صحابه پیدا کردن، واقعا مومن شمرده میشه، مومن اصلی. اگر نکردن نمیشه. پس او قومی که میگه که نه، شاگردای پیغمبر کلی عمر پیغمبر هدر رفته، نعوذ بالله. پیغمبر نعوذ بالله از مولی متوکل کدم مرتبهش نعوذ بالله ناچیز بود. چرا مولی متوکل 4 روز ترجمه میکنه، شاگردش که مردم گوشتش به انگور میکنه نمیگرده. او شاگردای پیغمبر کلش مرتد شده، نعوذ بالله. این فرقه حق میگه یا باطل میگه؟ این باطل میگه. از محمد رسول الله کرده که معلم و مربی الله مقرر کرده شه. آیا کسی را که او تربیه داده باشه او بگرده، او مرتد شوه، او کارهای غلط بکنه، او غصب بکنه، او شرک بکنه، او ظلم بکنه، چه عقیده داره؟ از امو خاطر ما میگیم هر کس که نسبت ظلم، نسبت خیانت، نسبت غصب به صحابه میکنه از دایره اسلام بیرون است. چرا که الله اعلان میکنه الله راضی از ظالم نیست، الله راضی از خیانتکار نیست، الله راضی از چی؟ بگوی مشرک نیست، الله راضی از مرتد نیست. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. تو را به الله قسم، دمو زیر درختی که با پیغمبر بیعت میکرد و قرآن اعلان میکنه چقدر نفر بود، کدام مردم بود؟ امی ابوبکر موجود بود یا نه؟ امی عمر موجود بود یا نه؟ امی عثمان موجود بود یا نه؟ امی علی موجود بود یا نبود؟ امی صحابه دیگه موجود بود. چطور تو خلاف نص قرآن کریم تو آل عقیده است که غیر از 5 صحابی دیگه کلش مرتد شده. و امروز مردم ما خیشی و کسی قطش داره. جنابای دکتر صاحبای ما و مولی صاحبای ما از پرده تلویزیون فتوای صحت نکار هم میده برش که پروا نداره. جناب دکتر صاحب، جناب مولی صاحب، با کدام اسناد و دلیل؟ کسی که صحابه را بگوید که مرتد شده نکاح با او تر مردم درست است؟ کسی که ابوبکر و عمر را جبت و طاغوت بگوید نکاح با او کس درست است؟ کسی که بگوید که عایشه رضی الله عنها که به نص قرآن براءتش اعلان شده بگوید که زانیه است و مهدی میبره او را از قبر میکشه سنگسارش میکنه، نکاح با او صحیح است؟ جناب مولی صاحب، جناب دکتر صاحب، در روز قیامت به الله چی جواب میدی؟ نظر به فتوای تو مردم خیشی کرده، نظر به فتوای تو مردم قطش تعلقه و رشته داری کرده. بگو مولی صاحب، جواب بده. قرآن چی میگه؟ پیغمبر مربی است. هدفی روان کردن پیغمبر تربیه معاشره و افراد همون جامعه است. شروع از کجا میشه؟ از تلاوت. تلاوت خودش مقصد نیست، تلاوت انگیزه و ذریعه برای تعلیم میشه. علوم کتاب الله برای مردم پیش میشه، عقاید، اخلاق، احکام، اعمال، تمام مسائلی که مورد ضرورت زندگی انسانی
کتاب الله بیان میکنه با این بیان شدن ما میفهمیم که یقینا طریقه زندگی ما کدام است. این تعلیم کتاب میگم. بعد از او چی میشه؟ بعد از او برنامه عملی تطبیق میشه. این تعلیم چی میگه؟ حدیث کیسته؟ بگه کلی برنامه زندگی پیغمبر به نام چی میشه؟ برنامه زندگی پیغمبر عمل بالای کیست؟ قرآن. زمانی که عایشه رضی الله عنها را سوال میکنه که اخلاق پیغمبر چی بود؟ گفت کان خلقه القرآن کله. اخلاق پیغمبر قرآن مکمل بود. اخلاق سیرت رسول الله را، سیرت رسول الله یاد کردن روزی تولد و وفات نیست. سیرت رسول الله کلی قرآن است. کلی قرآن. این در یک روزی چی میگه؟ میلاد گفته نمیشه. کلی قرآن در 23 سال تکمیل شده، عمل سرش شده. تو سری مردمی خود 23 سال تیر کو، هر روز آیاتا را بخوان و عملی کو. اینی را میگه سیرت رسول الله صلی الله علیه و حکمت گپای دانش هم میده، گپای خیلی زیرکانه هوشمندانه که از علوم قرآنی مستنبط میشه. ایران به نام حکمت یاد میکنه. پس معلوم شد که پیغمبر اول تلاوت میکنه. آغاز و سرچشمه تمامی گپا تلاوت است و مردم تبلیغ است. بعد از او تعلیم، یعنی مقاصدی امی مطالب امی بیان و تبلیغی تا به مردم بفهمند. باز بعد از او در میدان اول خودید، بعد از او مردم در پشت عمل بکنن. اگر این کارا شد خود به خود تزکیه می آید. تزکیه چی معنا دیگه؟ تزکیه در شریعت یگانه چیزی که وجود داره برای صفایی معاشره کلمه کی است؟ قرآن میگه و یزکیهم، یارا پاک بسازه. کلمه تصوف نیست. پیر صاحبا میگه تصوف عبارت از تزکیه است. به عبارت از تزکیه است پیر صاحب؟ بله. کدام اصطلاح را، کدام کلمه را که الله استعمال کرده، چی بدیده او کلمه دیدی که علی رفته در تصوف؟ تو کلمه تصوف استعمال میکنی. پیر صاحب دعوا داره میگه مراد از این عمل کرد ما زهد بی‌رغبتی از دنیا. مردم که زیاد منهمک و دوچار دنیا و مادیات پرستی شده، یارا یک کمی طرف دین میگردانیم، آخرت میگردانیم. در اسلام نام از او به نام زهد. در قرآن کریم هم ذکر شده، در حدیث هم آمده. چرا او را تو نمیگی؟ خدا چرا زاهد نمیگی؟ چرا خدا چی نمیگی؟ مزکا نمیگی؟ تزکیه شده نمیگی؟ ما دلای مردم نرم میکنیم، نرم سخته، ولی در قرآن کریم به نام رقاق یاد شده که دلا نرم شود، طرف دین بگرده، وعظ و نصیحت بپذیره. چی ضرورت به کلمه تصوف داریم که تو استعمال میکنی؟ خیلی خوب جناب پیر صاحب بالکل کلمه تصوفی تم میپذیرم. لا مشاحت فی الاصطلاح، در اصطلاح کدام تنگی نیست. یک شهر تو یک نام تعبیر کن، من دیگر نام تعبیر میکنم. امین نانه در فارسی نان میگیم، در پشتو ډوډۍ میگیم، یا چی تیکله برش میگه در یک لغت دیگه نام، در عربی برش خبز یا رغیف گفته شود. خود تعبیر است، پروانه داره تعبیر. صحیح، خیلی خوب قبول دارم. ولی بیا بزرگترین مرشد کی بود؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب مراحل یا مراتب ارشاد پیغمبر چند چیز بود؟ تلاوت قرآن، تلاوت درست قرآن، بعد از او بیان مطالب قرآن، مسائلی که در قرآن ذکر میشه، اگر در عقیده تعلق دارد، در عمل، در اخلاق، اگر در اصول تعلق دارد، در فروع تعلق دارد، اگر در معاشیات تعلق دارد، در سیاست تعلق دارد، در اجتماع تعلق دارد، در فرهنگ تعلق دارد، در نظام خانواده، فرد، اجتماع، کلش قرآن بیان میکنه نمیکنه؟ ایره تعلیم بده. سوم بعد از خود به خود عملی کده بین مردم تمرین و مشق برش بده. پس از او تزکیه چی میه؟ عالی معاشره جور میشه که نه ضرورت به محکم است، نه ضرورت به قاضی است. هر کس خود فهمیده حقی خدا، حدودی خدا، مسئولیتی خدا مکمل فهمیده. مراحل ارشاد پیغمبر چند شد؟ تلاوت، تعلیم کتاب، برنامه تمرینی یا مشقی که او را تعلیمات حدیث میگه. جناب پیر صاحب یکی از این برنامه ها را تو پیش بردی، تو را به الله قسم 1000 مریدی تاست تلاوت قرآن سرش کردی؟ اگر کردیم از مریدی سوال میکنم که الحمدلله را درست خوانده میتونه؟ در پیش قاری میشانیم که الحمدلله نمازش صحیح میشه یا نه؟ برو خب تلاوت بگذار. جناب پیر صاحب مریدی تا خب بگذار، تو خودت قرآن معنا و مقصدش میفهمی؟ یک آیت برات میگم ترجمه کو خیلی خوب. دعوای علمی لدنی رم داری،
که ما در مدرسه نخواندیم برای ما علم لدنی داده میشه. علم دو قسم است، یکی علم ظاهری، یکی علم باطنی. این دیگرای ملا که از علم ظاهری داره یا دیگه چیز نمیفهمه. برش به مردم چی میگه؟ آیت قرآن یکی معنای ظاهری داره، یکی معنای باطنی داره. این که مردم عمل میکنه میفهمه این معنای ظاهریش از باطنی را یا نمیفهمه. خب جناب علم عمیق قرآن علم باطنی هم داره. در یک حدیث برای من نشان بده که پیغمبر به یک صحابی همون علم باطنی و معنای باطنیش گفته باشه. بیار یک سنه. باز نعوذ بالله پیغمبر خیر علم باطنی را مکمل پټ کرده سری صحابه او تو جنابی پیر ظاهر کرده رویستی. برو ایران قطت قبول دارم جنابی پیر صاحب، برو مردم تعلیم هم دادی، مدرسه هم خواندی، بیا دیگه در عمل دیده شده. یک پیر صاحب در سنگر رفته، تو امر بالمعروف نهی عن المنکر کرده، در بازار برآمده، تو خود مریدی خود گفتی که اینجا بیا در خانقاه بیا. در خانقاه که آمدی اموتور نبیایی یک چیزی سوغات در جیبکت باشه. این خانقاه لنگر است، شوله را میخوری و پیسیش نمیاری. نه یکی برده بیا 5 روپیش مصرف کنم 100 روپیش برای ما پس انداز شد. باز ادب برات میگه بی ادب نبی بی ادب. ادب یاد بگی. زمانی که در اویلی پیر صاحب پای تماندی بعد از او چارغوک شروع کن. بعد از او چیسته؟ اینطوری عادی حرکت نکن دستای تا اینطور پرده. خدا یک دفعه در اونجا بنداز یک دفعه در اونجا بنداز. اینطوری آمده نمیتونی. بعد از او در پالیس پیر صاحب که آمدم یک دفعه خدا بنداز. در این پای از این دیگه بلیس. باز بعد از او باز راست سری از او خدا بزن. بعد از او تر آیت قرآن برات میگه نصاب تزکیه قرآن و حدیث است. تلاوت قرآن، تعلیم قرآن، برنامه عملی که حدیث است. نصاب تبلیغ کسی که تبلیغ میکنه برادری تبلیغی ما کدام کتاب فضایل که تو زیر قولت گرفته یکی از خلالایی که تو داری نمیسته دیگه کارا و روش بهترین کار است. الله تعالی توفیق زیاد بده. تعلیم میکنی مردم درس میدی خب ولی ترجمه قرآن خلاص میشه باز به مردم چی میگی؟ راضی چلک تعلیم بکن. این کتاب الله کتاب تعلیم نبود. این کتاب الله کتاب تبلیغ نبود. کتاب تبلیغ کتاب الله و سنت رسول حدیث پیغمبر است. کتاب تعلیم کتاب الله و حدیث پیغمبر است. او فضائل اعمال تو حدیث های پیغمبر است. خب با تأسف که یک تعداد حدیث های موضوعی و ضعیف هم داشت جمع کرد. یعنی دیگه پروا نداره. خود تو را دعوت تنها به فضائل داده. خدا فضائل کدام فضائل؟ فضائل جهاد سنگر گرفته در بستر پشت کردن تطبیق کرده رویستی که ما اگر در زمین مسجد برایم تا مسجد دیگر را برم بس اونمو حدیثی که در مورد مجاهد که در سنگر شو تیر میکنه او در مورد ماست. برادری تبلیغی ما بفهمی گپاره که دین باید با تمامی معنا بدانیم. ما قطع کسی دشمنی شخصی نداریم. کدام نقطه که با دین تضاد داره اونو را ما میگه. برادر تبلیغم تو خود مردم امر بالمعروف میکنی جوړ میاری خود توڑ نمیاری نهی عن المنکر نمیکنی. یا کسی که در قبر سجده میکنی او را غرض نداری. چرا اگر این را بگویم باز نزاع پیدا میشه. حالا که پیغمبران که اول آمده من شرک کردم. این خلا تو است. این را باید بپذیریم. اما کاری تو، نظمی تو، دیسیپلینی تو، جهاد اخلاصی تو، احساسی تو، تربیت تو بالکل قابل قدر است. اولین کسی که سر سنت رسول الله عمل میکنه محبت قدش داره تبلیغی است. یک حدیث میفهمه سرش عمل میکنه. ما از همون خاطر سینی خدا باز بری تو کردیم و میگیم که خوب کار است ولی خلل و نواقصی تا بگی. از هر کس ما بیان میکنیم. کسی خود دعوای سلفیت میکنه در منهج سلف روان هستم لیکن هر کس مشرک میگه بیادبی میکنه فقه را بد میگه علما را توهین میکنه. نیست در منهج سلف. این در دین نیست. در منهج سلف مملو از ادب و احترام بوده با وصفی که در نظریات با هم مختلف بود لیکن قطعا منجر به این نشده که یکی پشت دیگه نماز نخوانده باشه. باز خدا به منهج سلف گفته نمیتونه. بله دین برای ما میگه. براتان معلوم شد نصاب تزکیه قرآن و حدیث، نصاب تعلیم قرآن و حدیث، نصاب تبلیغ این را باید بدانید. وظیفه و رسالت هر پیغمبری نمیگه پاست
امروز محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رحلت کرده وجود نداره. این مسئولیت کیست؟ این مسئولیت علماست. پیغمبر که میگه که ان العلماء ورثه الانبیاء، این در الواخوری نمیگه که وارث پیغمبر در الواخوری است. پیغمبر الوا نخورده. پیغمبر یک دفعه مدرس بود، در دقیقه دیگه در سنگر بود، در دقیقه دیگه در شورای مردم بود، در دقیقه دیگه قطع سیاسی خودکاری خانه را انجام میداد. تو نمو قسم قدم ها را بگذار، باز بعد از او خود معرفی که وارث پیغمبر، که ما وارث پیغمبر هستم. ان العلماء ورثه الانبیاء. بعد از او ما به الله قسم لذتناکترین لحظه زندگی انسان کدام است؟ برادرها بعضی وقت شکایت میکنن مولوی صاحب ما اونجا را فریادین کردم زده شدم، مردم مرا لط کرد. در تلفن بر ما گریان کرد یک برادر که مولوی صاحب اینجا رفتم مرا لط کردن. من گفتم الله اکبر. اما لذتناکترین لحظه زندگی در این لحظه بود که یک دفعه درد محمد رسول الله را صلی الله علیه وسلم درک بکنی که پیغمبر چی سختی ها و مصائب تیر کرده به خاطر دین الله، برای اینکه مردم در جهنم نرو، برای اینکه مردم طرف کی بره؟ جنت بره. تو چی دیدی؟ مولا صاحب عالم وارث علما، بالله قسم در زندگی انسان از این که در لحظه بهتر نیست که تو به خاطر خدمت دین الله لط بکنی، توهین شوی، تحقیر شوی، از خانه کشیده شوی، پدر تو را عاق کنه، بکشت از خانه. خود تو افتخار بکن که الحمدلله شمع و بوی از زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیبم شد. اونو وقت باز بگو که مؤمن واقعی است که همه گپارا فقط و فقط قربانی در مقابل کی میدی؟ دین الله تبارک و تعالی. او موحد، او شریک ترجمه ما، تو باید درک بکنی. اگر همین قسم عزم نداشتی، عقیده نداشتی و همین قسم قدم نگذاشتی برای دعوت دین، برای رساندن کتاب الله و سنت رسول الله، دعوا نکنی از ایمان، از تابعداری پیغمبر، از محبت پیغمبر دعوا نکن. دعوا نیست. قرآن همینطور میگه پیغمبران این نمی وظایف پیش کرده، بیان کرده کتاب الله در طاق مانده نشده، تلاوت شده، تعلیم شده، بعد از او عملی شده، پس از او معاشره جور شده، افراد درست شده. هدف انبیاء علیهم السلام یزکیهم است. انبیاء علیهم السلام معلمین مربیین است، تنها معلم نیست که تربیه نداشته باشه، تنها مربی نیست که معلم نباشه، و اردو متلازم است یکی با دیگر. تعلیم لازم قطعی تربیه است، تربیه لازم قطعی تعلیم است. کدام تعلیم؟ ساینس، انگلیسی، ریاضی، الجبر، مثلثات؟ نه، تعلیم کتاب الله و سنت رسول الله. اگر این تعلیم موجود بود تربیه موجود است. اما تو امروز در مکتبت ساعت تفسیر یکی میسازی، ساعت حدیث یکی میسازی، در کل صنفان است در یک صنف حدیث است، در کل صنفان است در یک صنف تفسیر است، در هفته یک ساعت قرآن تلاوتش یک ساعت ساخته. چطور از این شاگردایی که از پوهنتون فارغ میشه توقع تربیه را داشته باشی؟ بگو برام. و جناب حکومت، جناب وزارت، تو بگو. قرآن خو میگه که تزکیه توسط ازیامه، تربیه توسط ازیامه. زور داده شوه، علمای برجسته پیدا شوه که یقینا قرآن درس بگوید. ما قطع امرای علما چرا اختلاف داریم؟ امرای علما اختلاف داریم تزکیه بیا تزکیه، عقیده صاف شوه، شرک نباشه، بدعت نباشه، نعوذ بالله افکار انحرافی وجود نداشته باشه، عمل درست باشه. عمل هر کس نماز میخونه آدم بفهمه که واقعا نماز میخونه، هر کس روزه میگیره بفهمه که آدمی روزه دارد، هر کس یک دکانداری میکنه بفهمه که این دکانداری مسلمان است، مستری است بفهمه که این مستری مسلمان است، نجار است بفهمه که نجاری مسلمان است. وقتی کارش میاد قلب میتله، ولو که پدرش باشه میگه نه وقتی نماز است، وقتی نماز است. 1 روپه و 16 پولی را زاید از تو نمیگیره. تو زور میکنی که بگی زحمت زیاد کشیدی، نه حق من اینی قدر است، اینی قدر میگیرم. اسلام اینطور تربیه را داده بود، اینطور معاشره را جور کرده بود. کدام معاشره؟ بگوی کدام معاشره؟ در زمان پیغمبر اسلام کدام معاشره بود؟ زن زنا میکنه هیچ کس ندیده غیر از الله، میاد پیش پیغمبر بگم پاک شو، عذابم در آخرت باقی نمانه. مرد زنا میکنه همینطور، مرد در اون سری بازار یک زن چوندی میکنه، بوسه میکنه، پیش پیغمبر میاد گریان میکنه که یا رسول الله خدا هلاک کرده، خدا هلاک کرده، جنایت کرده. کی بود در سرش؟ کی خبر میشد؟ عقیده بود در اینجا در قلب.
عقیده ای را وادار ساخت که خود تو جنایت در مقابل نظام الله میکنی، الله تو را ندیده؟ این پیغمبر همین قدر تو را درس داد به می خاطر؟ اینی را مردم میگه تزکیه. با علما که ما جار جنجال داریم، او علما تو جار ما را تشویق کنی، درس قرآن عام بسازه، درس حدیث در مردم عام بسازه، پشت مسابقه سیرت نگرده، پشت مسابقه قرائت و خوشاوازی نگرد، رواست. خو امروز جامعه ما نیاز به چیزی دیگری داره. امروز جامعه ما نیاز به این نداره که کدام قاری خوب خوانده میتونه، آوازش خوش است. امروز جامعه ما نیاز به این داره که در وقت جان کندن الله را یاد کنه یا بابا را یاد کنه، کدامش را یاد کنه، به این نیاز داره. ای جناب علما نکنه، تجار ما را تشویق کنه، مردمای مالدار ما را برشان تعلیم بده که چی کار بکنه، پولی خود در کجا مصرف کنه، مرکزای علم، مرکزای تعلیم قرآن و سنت چی بکنه؟ بگه باز بکنه، تقویت ببخشه که این جوانا و دخترها از اونجا یاد بگیره. باز شکایت نکن که دختر فلانی بی راسته، مام یک رشته قطش دارم منم بد شده. نه، تو این دور مرکز بساز، باز بعد از او بگو که دختر کدام دختر است، که دختر چی رقم زندگی را پیش میبره. بر علاوه که حفاظت نفس هم میکنه، برو که در جامعه دعوت کرده رایسته، تمام روز خطی فامیل خود جنگ به جاغه است، در سر تلویزیون جنگ به جاغه به ترک نماز است، جنگ به جاغه به عملی که خلاف سنت رسول الله است. اون دور تربیت کو جوانه، باز نگو که جوان پودری شده، تو تربیت کو. باز بعد از ما هیچ حراسی نداریم، دنیا سر ما حمله بکنه خب ما مرکز قرآن و سنت داشته باشیم. باز ما هیچ نوع حراسی از جهان ندارم. بیاد هر قدر شبکه ها را بیاره در وطن ما. امروز شبکه وجود داره، دم خانه وجود داره، کلی فامیل سعی میکنه خود دختر جوان و بچه جوان اونجا در اتاق دیگه زندگی میکنه به خاطر تلویزیونی. تو تلویزیون خاص خود سرش کار کرده، سرش تاثیر کرده، نه تلاش میکنه که ما چه قسم زندگی را پیش ببرم. ما این میره میگیم و یزکیهم، هدف پیغمبرانه بود انسان سازی، تربیه سالم و درست در بین مردم که هر کسی احساس مسئولیت خود بکنه. پدر علایده، مادر علایده، اولاد علایده، استاد علایده، شاگرد علایده، مامور علایده، مراجع علایده، وزیر علایده، رئیس دولت علایده، حکومت علایده، مردم علایده. بس هر کس حقوق خود بشناسه، مسئولیت خود بشناسه. ما چی مسئولیت دارم در مورد جامعه؟ اینیست هدفی روان کردن انبیاء علیهم السلام است. انک انت العزیز الحکیم، یقینا الله تو زبردست ذات هستی، اراده تو نافذ است. ما چی میتونیم؟ پیغمبر چی میتونه که الله اراده میکنه؟ کسی را پیدا میکنه همینطور. الحکیم و حکمت والاسته که یکی را اینمی نعمت نصیبش میکنی و یکی را نمیکنی. الله از حکمت و راست تو خودی داغاست. بعضی اوقات ما برادران و خواهرها که در درسای ما شریک میشه، ما میگم بسیار خوش باشه، بسیار نعمت الله را شکرگزاری بکنی. اگر الله احسان نمیکرد تو را از کجا پیدا میکرد که در این کتاب الله میشوند تو را؟ این نعمت بزرگ الله به هر کس میسر نمیشه. از شما که در لکس موترا داره، از شما که در خیلی نزدیک به این مسجد است، خیلی زیاد، از شما که در دعوای دینداریش هم خیلی زیاد است، خب لیکن ترجمه قرآن نشنیده، گلکی نبسته میکنه، ترجمه قرآن نمیشنوه. خود تو را الله در قلبت انداخت از کدام نقطه دور، سیاسر بودی، زن بودی، در تاریکی برآمدی، چی چیز تو را باعث ساخته بود؟ چی چیز تو را وادار ساخته بود؟ آلی دیگه شکر الله را بکش که الله توفیق برات داده، احسان الله است. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. ابراهیم خلیل الله شخصیتی است از نگاه علمی و عملی، شخصیت کامل است، الگوست، نمونه است، مکتبش مکتب اقتداست، خودش قابلیت اقتدار داره، طرز فکرش، منهج زندگیش مکمل قابل عزیز که مسلمان است خود کنه و در امو مکتب تربیه شوه، به امو منهج روان شوه، امو مفکوره و عقیده ابراهیم خلیل الله را از خود بکنه. چرا؟ کسی که میل میکنه، کسی که اعراض میکنه، و من یرغب، کیست که اعراض بکنه عن ملت ابراهیم، از روش ابراهیم، طرز تفکر ابراهیم، از مکتب ابراهیم، از عقیده ابراهیم، الا مگر کسی می باشه، من او کسی است
صفحه که در بیعقلی زده، در نادانی زده، نفس خدا با زور نفس خدا در بیعقلی انداخته. وگرنه این مکتب الا کردنی نیست، این فکر الا کردنی نیست. تو باید جستجو بکنی ابراهیم کدام شخصیت بود، چی کرده بود. جوانا را میگم ای جوانا، ابراهیم کدام شخصیت بود؟ بر شما درس میده. اولین شخصیت ابراهیم براتان واضح میشه. ابراهیم مقلد پدر نبود، پدر بود تراش است. پدر مقام و منزلت بالا در جامعه داره، مثل که مقام و منزلت یک کسی که پدرش پیر باشه و مردم دستاش بوسه میکنه، خوی بچه موحد است، با پدر روز مرا جنگ داره. اونمو رقم پدر ابراهیم پیر بود، پیر، مردم دستاش بوسه میکرد. ابراهیم خلیل الله باید مقلد می بود که دست پدرم که بوسه میشه از من خوب به طریق اولاست، از من بوسه میشه. خو نه، ابراهیم تقلید از پدر نکرد. برنامه عملی پدر مورد مطالعه قرار داد، ارزیابی قرار داد. چقدر کامیاب است. چند روز عزت خب بله بر ما میسر است، دستای ما خوب بوسه میشه. خود در برابر الله چی مسئولیت داریم؟ در برابر مخلوق الله که تمام روز خدمت ما را میکنه، در برابر از چی مسئولیت دارم؟ ابراهیم خلیل الله قد علم میکنه، میخیزه، با پدر روبرو میشه. و جوان و برادر و خواهر جوانم، کورانه دنبال روی کسی نباش. الله برات عقل و هوش داده، کتاب الله و حدیث پیغمبر مدون شده. گپی مولی متوکل هم نپذیر. مطالعه کو، بگرد، جستجو کو، گپ الله و رسول الله را پیدا کو، بعد از او پیروی کو. خب بگرد، خب جستجو بکن. نشوه که هر لنگی سفید چیزی برات گفت دنبالش روان باشی. نکن. تو از ابراهیم خلیل الله همین درس بگی. از او خاطر الله میگه که کسی ملت ابراهیم خلیل الله را ترک میکنه که خدا در بیعقلی انداخته. وگرنه نظام ابراهیم نظام سازنده است. نظام ابراهیم نظام تربیت انسان است. نظام ابراهیم واقعا انسان دمو چوکات آوردن است که الله میخواه که همونطور انسان باشه. الله نصیب ما بکنه. چرا ملت ابراهیم همین قدر و قیمت داره؟ الله میگه نه تنها کمالات الله در دنیا برش نصیب کرده، ابراهیم خلیل الله شخصیتی است که در آخرت هم همینطور کمال داره. لولقد اصطفیناه، یقینا ما برگزیده بودیم ابراهیم خلیل الله را فی دنیا، در دنیا در مختلف میدانا. اول لنبری آدم برآمده بود، امتحان همی آدم داده بود، نشر اشاعت دین همی آدم کرده بود. همی آدم بود که در مقابل خرافات و شرک چی کرد؟ بیرق قیام کرد، بیرق خدا بالا کرد. یادم همینطور الگوست. و انه هم ابراهیم خلیل الله فی الاخرت، در آخرت لمن الصالحین، از جمله مردمایی که مکمل صالح کدام میگه که هم در مرتبه علم در درجه کمال رسیده، هم در مرتبه عمل. تنها زبان نبود، دعوت نبود، عمل هم در مرتبه رسیده. صالحین ایرا میگه یک مانا. دوم مانا صالح کسی را میگه که رعایت حقوق الله و مخلوق الله را مکمل کرده باشه، هم حق الله را شناخته، هم حق بندگان الله را کرده. سوم صالح کسی است که هر عملش خالص برای یک الله است و هر عملش مطابق نقش کیست؟ پیغمبر است. این خودش پیغمبر بود، از او خاطری از جمله اعلی نمبر صالح است. اذ قال، برات نشان بدم بعضی گپایشه که تو هم اینمی قسم باز پیروی بکنی که ابراهیم خلیل الله کدام شخصیت بود، چی چیز اهم میدانست در زندگی خود، بری توم درس میده. اذ قال له ربه، در آن وقتی که الله برش میفرماید اسلم، تسلیم شو، مطلقاً برش میگه تسلیم شو، قید مید نیست، تسلیم شو. در جان، در مال، در نفس، در اولاد، در زندگی، چیزی که داری تسلیم شو. ابراهیم خلیل الله میگه که نه، دینی تسلیم میشم، خود جانی خدا نمیدم، اولاد خدا نمیدم. نه، قال میگه اسلم تو، ما تسلیم شدم. نمیگه اسلم تو که با تو تسلیم شدم. علتش هم بیان میکنم چطور با او ذات تسلیم نشوم که مالک و متصرف کل کائنات است. دلیل تقاضای زیرا داره که با مطور ذات آدم تسلیم شود، با کسی دیگه تسلیم نشود. قال اسلمت لرب العالمین، ما تسلیم شدم به ذاتی که مالک متصرف کل کائنات و مخلوقات است. با این طور ذات آدم تسلیم نشود. چی میگه؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. مرگ، مردن، زنده، قربانی، عبادت، جان، مال، همه
تسلیم 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 تسلیم. این نظام کی؟ وقتی که اینی رای تسلیمی را گرفتیم مسلم گفته میشه. مسلم. این نام ابراهیم خلیل الله بابایت برات مونده که مسلم. امتا مسلمتا لک. تو مسلم، امتت مسلمه، مجموعه مسلمان ها مسلمون است. مسلمون کلش تسلیم به نظام الله. میفهمی که ابراهیم خلیل الله چقدر امرای مهم در پیش خود گرفته بود. و وصا بها ابراهیم، وصیت یا امر محکم کرد. وصیت کدام گفه میگه؟ یک کسی که در آخر عمر از دنیا میره، اما مهمترین سخن خدا به اولاد خود میگه. مهمترین سخن. میفهمه که من دیگه با اولاد گفتگو کده نمیتونم. کدام چیز مهم است؟ امور به نام چی یاد میکنم؟ خب ما که وصیت میکنیم چی میکنیم؟ اونجا جان کندن میکنیم، اونجا میگیم بچیم خواه مالا را بکشی، مردم خوب نان بدی. خب ها خب جمعه ها پشتم بکنی، چی میگه 40 سال پورگی بکنی. امیر میگه نمیگه. قرض خدا نمیگه که بچه‌ام فلانی قرض سرم داره، اون نمیگه. بدعتا را وصیت کرده رئیس. او این وصیت به بدعتا باطل است. ابن عابدین رحمت الله علیه عالم برجسته علمای احناف است، او رساله سرش نوشته کرده. شفاء العلیل و بل الغلیل فی ابطال الوصیت بالختمات و التهالیل. کسی که وصیت ها میکنه که پشت ما ختم کنه لا اله اینی قدر بگویه، اینی قدر پول ورش بده، این میگه این رسالت در رد امی مردم است. وصیت خو فرض است. کدام وصیت ها؟ حقوقی که از بندگان سرت باقی مانده. هر روز باید تو قرار نوشته باشه که در کجا قرضدار هستی. اگر تو ناگهان وفات میکنی، اونجا در کتابچه که باقی بمانه که تو قرضدار فلانی هستی. چرا؟ بزرگترین چیزی که متعلق انسان میشه بعد از دفنش، اول چیز چی هست؟ کفن دفن. دوم چیز چی هست؟ قرض. پیغمبر کدام جنازه که قرض باقی مانده بود، صحابه را میگفت برید جنازه شو بخونی، خودش نمیرفت. کی کوتاهی کرده، قصور کرده در پرداختن حق یک مسلمان. بیا دیگه امروز چیسته؟ چی وصیت میکنه؟ بیا از ابراهیم خلیل الله وصیت یاد بگی. ابراهیم خلیل چی وصیت میکنه؟ و وصا بها، وصیت محکم کرد، یعنی امر محکم کرد بها به اینمی ملت اسلام. ابراهیم خلیل الله بنی با اولاد خود، و یعقوب علیه السلام هم با اولاد خود همینطور وصیت محکم کرده بود. ابراهیم از دنیا میره، با اولاد خود میگه ای اولاد این ملتی ماست، اینمی روش ماست، اسلام بودن، تسلیم بودن. یک گوشه زندگیتان به تسلیمی تیر نشوا. چرا؟ خودش عالی میگه یا بنی، ای اولادی ما، ای بچه کوی ما، ان الله اصطفى لكم الدین، یقینا الله برگزیده بر شما دین اسلام. یعنی دینی که نامش اسلام است، تسلیمی به الله است. وقتی که نامی دین تسلیمی به الله است، معنای از این چیست؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. مرگ نبیه، نمیری شما مگر در حالتی که مسلمان باشی. نمردن در اختیار آدم است؟ نمردن در اختیار آدم نیست. ناگهان مرگ میرسه و تو میموری. خیر چطوری میگه که تو نمیری مگر مسلمان باشی؟ معنای میده اولادای ما یک پرزه زندگیتان خلاف اسلام نباشه. هر قدم که میمانی موافق اسلام که در هر لحظه و در هر پرزه زندگیتان چی بیاید؟ مرگ بیاید، شما بازم چی باشه؟ مسلمان باشه. یک لحظه عمرتان بدون تسلیمی و اسلام تیر نکن. تو نشوه که نعوذ بالله مرگ در سینما سرت بیاید. تو نشوه که مرگ در زنا سرت بیاید. نعوذ بالله قطعی تفنگ زده میشی. تو نشوه که مرگ در دزدی سرت بیاید. تو نشوه که مرگ در تجاوز و تعرض سری مسلمان سرت بیاید. تو نشوه که مرگ در بیدینی و عیاشی در بندای قرغه سرت بیاید. در اونجا نبیاید. مرگ در لحظه، هر لحظه تسلیم به الله باشی. در مکتب هستی، در دفتر، در بازار هستی، در خانه، در هر جایی که هستی تسلیم به الله باشی. مطابق قانون الله قدم مانده برو. چی وصیت بزرگ است. ابراهیم خلیل الله به اولاد خود میکنه. ما چی وصیت میکنیم؟ دیگه چی وصیت میکنه؟ بچه‌م به مردم تن ندادیم. خب در این جماعه همینطور زندگی کردن، یکی از ما بیداغ نمانده. هر کدام چپک کدالت کردن. توی فکرت باشه که غیرت از دست ندی. خب وصیت میکنی. تو اونجا برو رسد اونجا در اصل قدرتمندا برو، در منکر و نکیر پیش روش استاد شو
که گپ زدن نتانی او شکلای محیب به پیشت بیاید. بعد از او چی میکنی؟ و جناب حالی چی میکنی؟ حق تسلیم نمیشی. حق مظلوم بیچاره یتیم زنی بیواره خودی در وزارت ها 6 تا خانه بیواره و ایران کده. چرا؟ ولا نقشه خانه ما خراب نه. نقشه خانه ما خراب نه، خانه بیواره بیران کده. برو باز اونجا جواب بگو که چطور گپ است. این قدرت و این منزلت باقی میمانه یا باز اونجا چی میشی؟ الله اکبر. در حدیث میاد کسی که در دنیا تکبر کرده در آخرت کامثال الذر. پیغمبر علیه السلام در حدیث همینطور میاد به مثل مرچککای زردک ذلیل میباشه که اینجا خدا کلام تراشیده، نه حق الله را قائل شده نه حق بنده الله را قائل شده. بازو معلوم میشه. پیغمبر چی میگه؟ الله میفرماید در حدیث قدسی کل کبریا ردایی والعظمت ازاری. کلام تراشی، کلام معرفی کردن، الله میگه ای ازاری ماست، یعنی مناسبی ماست، به ما میزیبه. عظمت خدا کلام معرفی کردن به ما میزیبه. کسی که فمن نازعنی القیته فی النار ولا ابالی. کسی که منازع قطمه داره او خدا میگه که من کلام هستم در آتش مندازم شهید باکیشم ندارم. همونطور حال میه. ما از ابراهیم خلیل الله یاد بگیریم به اولاد چی توصیه کنیم، چی چیز برش مناسب است. اولاد هنرمند تربیه میکنه، خودش سازنده است. تو که دول میزنی بچه چی میشه؟ سازنده، بازینگر میشه. باز بعد از دو مسابقه اول میبره، ستاره افغان جور میشه. باز دیگه کل مجلس های فسق و فساد او جور کرده. نه دعای نیک در پشتی سرت کرد، یک روزم اون عمل نیک انجام نداد که دعای نیک خو پشتت میکرد. پیغمبر چی میگه؟ اذا مات الانسان انقطع عمله انقطع عنه عمله. انسان که بمره عملش از او چی میشه؟ الا من ثلاث، 3 چیز باقی میمانه. علمی که از اون نفع گرفته باشی. بگوی دیگه صدقه جاریه، مدرسه، مسجد، چشمه، اینی طور چیزا را جور کردی تا حالی را مردم استفاده میکنه، ثواب برات میرسه. اولاد صالح، کدام اولاد صالح؟ یدعو له، که دعا برش میکنه. اولاد صالح باشه که دعا برات میکنه، عملت قطع نشده، حالی امری تو ثواب میرسه. خود تو اولاد سازنده تربیه کردی، او عملی صالح نداشته، دعایش نداشت، چی چیز برات آمد، برات رسید؟ یادتان باشه. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت. آیا شما شاهدی میده یهود آمدن دعوا کردن که ما با ملت ابراهیم خلیل الله هستیم، ما که یهود شدیم توصیه ابراهیم خلیل الله است. نصارا گفتن ما که نصارا شدیم توصیه کیست؟ ابراهیم خلیل الله و یعقوب علیه السلام است. الله میگه چقدر دروغ بسته میکنه، این گپی غلط است. مثل که آلی ما بگیم که اینمی کار اسلام است، ما برش میگیم اسلامی توصیه را نکده. در یکی از موارد اسلام برای ما دلیل بکش. تو که گنبدار جور میکنی در کدام موارد اسلام برای تو گفته؟ اسلام خواهد امر کرده که از بین برده شود، تو جور کرده ای. چه رقم؟ ام کنتم آیا شما بودی شهدا حاضر اذ حضر یعقوب الموت، در آن وقتی که حاضر شد به یعقوب علیه السلام الموت، مرگ که حاضر شد واسه چیز گفته نمیتونه. در آن وقتی که حاضر شد به یعقوب علیه السلام اسباب مرگ، علامات مرگ حاضر شد. دسته پایا دیگه سوس شد، قریب بینی کج شد، حالی دیگه جان کندن میکنه. اینی قسم وقتی جان کندن دیده، الله اکبر، سخت حالت است. نزدیکترین محبوبترین شخص برات نشسته است، هیچ چیز را نمیتونه. کدام سختی که سری تو تیر میشه. اولادت لق سعی میکنه او تو نفس میکشی، هیچ چیز نمیتونه. او انسان اینطور صحنه سرت میاد، چرا اینطور مغرور میگردی؟ چرا الله دا یادت نیست؟ چرا نماز دا یادت نیست؟ چرا روزه دا یادت نیست؟ حیوان آمده ای در دنیا نعوذ بالله، بخور بنوش خواب بکو، برای همین غرض آمده ای؟ نکو که طور لحظه سرت آمده نیست. هیچ کس بادیگاردام چیز نمیتونه، بلدنگی تام چیز نمیتونه، فجروها و لکسسای تام استاد باشه، هیچ چیز نمیتونه. دکترای شفاخانه به بسیار تیزی و عجله این طرف میده و این طرف میده، سیروم بند میکنه، علمایی نمیکنه. لیکن جناب هیچ چیز نمیتونه. تنها افتاده، جان داده رو استی. این صحنه را در یادت بیار.
این صحنه را در یاد دیر کی صحنه سرت آمده نیست. سری بابای آمد، سری پدری آمد، سری جدت آمد، سری هر کس آمده نیست. این را در یادت بیار. انگیزه خشیت الله است قلبی تو باید خشیت الله را پیدا کنی. قرآن امیره میگه برام. اذ قال لبنی، در آن وقتی که به اولاد خود می فرماید یعقوب علیه السلام ما تعبدون من بعدی، غمی خانه را نداره، کاشانه را نداره، تعلیم نداره، پیسه و پول نداره، زمین و زمینداری را نداره، یک غم داره. الله اکبر. غم توحید داره. غم توحید که اولاد موحد باقی میمونه، نعوذ بالله در شرک مبتلا نشود. پیغمبران غم توحید داشت، مبارزه توحید بود، علیه شرک مبارزه میکرد برای احیای توحید. کاش که ما همونطور احساس داشته باشیم. میگه با اولاد خود چی میگه؟ ما تعبدون من بعدی، چی چیزا عبادت میکنه پس از ما؟ نه مبادا که نعوذ بالله قبر پرست شوی، پیر پرست شوی. یعقوب علیه السلام با اولاد خود میگه اولاد در خاندان نبوت در مدرسه پیغمبر تربیت شده، از اول موحدین تربیت شده. مطلب و مقصد پدر خوب میفهمه که پدر غمی کدام چیز زیاد داره. میگن قالو میگن نعبد الهک، عبادتی معبودی تو را داریم ای پدر جان، و اله آبایک، معبودی پدرایتا، ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام. اله از یار ما عبادت میکنیم. چرا؟ هر کدامش علیحده اله داشت، معبود داشت. نه، اله واحدا که یک معبود است، ما امور عبادت میکنیم. اوی تو رام نیست پدر جان که تنها عقیده ما درست باشه، عملی ما خراب باشه. نه پدر جان. و نحن له مسلمون، ما خاص برای یک الله مکمل تسلیم هستیم. اینی تو را اولاد به درد میخوره. آلی جان کندن همینطور خوش تیر میشه سری آدم مطمئن شد، پیمان گرفت، ادای مسئولیت هم کرد یعقوب علیه السلام، او روحش دمی حالت خوشی از دنیا میره. چرا که اولاد تعهد سپردن که ما یقینا یک الله را پرستش میکنیم، مبتلا به شرک نمیشیم، او مکمل تسلیم نظام الله هستیم. امی آرمان آرزوی کی بود؟ ابراهیم خلیل الله و اولادش. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. یهود و نصارا دیگه دروغ پردازی ها را شروع کردن، لافا را گفتن سیسته که ما خوب قدر مردم خوب نیستیم، از ما هر نوع کارا صورت گرفته، لیکن پدرانی آکان خیلی نیک داشتیم. چرا؟ بعضیش انبیا بودن، بعضی شاگردای انبیا علیهم السلام، در راه دین خدمات خیلی ارزنده انجام داده. از او خاطر ما اگر قابل قدر نیستیم، به اعتبار ذاتی ما، به اعتبار باباهای ما قابل قدر هستیم. باباهای ما میتونه که ما را معاف کنه، به الله سفارش کنه. الله چی میگه؟ ایگه پا دروغ است. لها برای نمی طایفه اومد که پیش تیر شده که بابا و مردمای نیکیتان بود، ما امو عمل است، نتیجه امو عمل است کسبت که وا کسب کرده، ولکم ما کسبتم، برای شما نتیجه عمل خودیتان است، اگر خوب است خوب، اگر بد است بد. بس لیس للانسان الا ما سعی، برای انسان همون چیز است که خود سعی کرده. ولا تسالون، از شما سوال کرده نمیشه، عما کان یعملون، از چیزا که وا کار کرده از شما سوال نمیشه، از وام سوال نمیشه که شما چی عمل انجام داده. و این نگویه که ما اولادای از واسطه، مثل که آلی میگه. مردم چی میگه؟ خودی از این خود بسیار قمارباز است، خود پدرایش خود مردم بود، از این خاطر دستیش بوسه میکنه. پدرایش خود مردم بود. یادم فاسق است، قمار میزنه تو دستیش بوسه میکنی، سود میخوره باز احترامش میکنی، او تو آدم دیندار. این در کدام کتاب است؟ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برای دریافت سلسله درس‌های تفسیر قرآن کریم توسط استاد ابو عبیدالله متوکل رحمه الله با شبکه یوتیوبی مولانا متوکل رحمه الله وارد شوید.